حالا ما آقای ابوالقاسمی وقتی گاهی اوقات مثلا یک چیزی رو وقت نمی کنیم که بهش بپردازیم، شما خیلی گیر نده، یعنی شاید این به نفع خودتون باشه، اما خیلی اصرار دارید که ما ثابت بکنیم این خباثت و به اصطلاح جنایت هایی که شما انجام میدید. این هفته همین 2-3 روز پیش با اصرار میخواد که من همون کلیپی که قول داده بودم در مورد قضیه اجاره دادن غلام و کنیز از امام ابو حنیفه که به دروغ روایت کرده بود، این رو پاسخ بدم. دوستان این کلیپ رو ببینن. از اینجا بعد ما میخوایم به سری دیگه، حالا خیلی هم فرصت نداریم، بحث علمی که ما در شبکه مطرح کردیم بپردازیم. میدونید که ما آمدیم، خوب از آن دقت بکنید، آیت الله دکتر حسین قزوینی آمدند عبارت ابن تیمیه رو خوندن، گفتن این دوتا احتمال داره، اما به این دلیل این احتمال ثابته. اون عبارت چی بود؟ اصل المذهب که تحریف کردن کلیپو، اصلا اون قسمت قبلش پخش نمی‌کنن، بعدش هم پخش نمی‌کنن. خب کار اینا تحریف دیگه همیشه. اینم که ثابت کردیم که داره این آخوند کوچولو دروغ میگه. من نمیدونم پدر مادرش بهش یاد ندادن که پسر خوب نیست دروغ گفتن. همین الان دوستان شاهد بودن که در اول برنامه کلیپ رو از ما قبل و ما بعدش پخش کردیم، هیچ احتمال و فلان 2 احتمال رو ذکر نکرده. بعد گفت یک جا بیارید که توهین کرده باشه ابن تیمیه به مذاهب. گفتم آقا جان صریحا گفته ابو حنیفه مرجعه بوده. اومد گفت نه این مرجعه الفقها آوریم، نه مرجعه بوده، واقعا ارجاع رو مطرح کرد. اینو ثابت کردم که تو داری دروغ میگی، بی حیا هستی و باز دوباره تکرار میکنی. گفته که بسیاری از علما مالک بود دیگه حرامزاده میدونستن، یا شافعی بود، حالا همون که مطرح کردیم. خبیث دروغ میگه. مردی همین مطلب رو بیار که گفته حرامزاده میدونه. اون قضیه تن در نسب، منظور این بود که میگفتن که امام شافعی از نسل قریش نیست، بلکه برده ابولهب بوده به اسم شافع، که این مسئله هر کسی هم که این حرف رو گفته، ما گفتیم علما گفتن که اشتباه کرده و این ثابت است که ایشون نسبشون نسب شریف است. گفت حالا بسیاری گفتن تعنفی نسبه، نه تعنفی نسبه این حرامزادگی نیستش، گفتن این سید نیستش. عبارت سایت افتای امارات هستش، افتای عربستان هستش که طعن در نسب یعنی چی؟ حرامزاده بودن. اینم که هیچ جواب اصلا دیگه مرد. اینا دیگه اصلا یادشون میره مطرح کنن. این من بله این هم ثابت کردیم که شما دروغ میگید. ادامه همون مطالب رو نخوندید که در اونجا تن در نسب حتی ذکر کرده بودن که مثلا کسی به کسی بگه یا ابن دباغ، ای فرزند کسی که مثلا پوست رو دباغی میکنه، این تن در نسب محسوب میشه و یکی از معانی تن در نسب حرامزاده بودن است، مثل آیت الله ناصر مکارم شیرازی، یکی از مواردش. و اما شما اون کلیپ رو اگر مرد هستی کامل پخش بکن، بعد از اون مطالبی اگر داشتی جواب میدم و کلیپت هم پخش میکنم در این. نمیدونم چیه اینا اینقدر مثل ماهی تو تنگه که میگن حافظش چند دقیقه است؟ 20 دقیقه است. خیلی کوتاه کوتاه. حافظش دیگه حد اکثر 20 دقیقه، 20 دقیقه بعد یادش میره. اینا هم همینجورن. دوری همین. اونم جواب نداد. آمدم گفتم آقای دیگه باز میکنیم ها، و بازم کردم. 3 تا فتوا خوندم که ابن تیمیه ادعا کرده ابو حنیفه اجاره غلام برای لواط را جایز میداند. گفت هفته من وسط برنامه جواب میدم، الان وقت ندارم، وسط گفت نه وقت نیست، آخر برنامه رفت. اینم شد بعد همون حافظه کوتاه مدت یادش رفت اصلا دیگه. عبارت‌های دیگه آوردم. بله. خیلی اصرار داره که این دروغی رو که گفته. اولا اینجا گفت که ابن تیمیه میگه که ابو حنیفه کرایه دادن غلام برای لواط رو جایز میدونه. مرد سین متن رو بیار که ابن تیمیه گفته که ابو حنیفه اجاره دادن غلام برای لواط رو جایز میدونه. اگر فرزند پدرت هستی این متن رو بیار. اگر حرامزاده ولد الزنا نیستی این متن رو بیار آقای ابوالقاسمی. دیگه تحدی از این بالاتر نمیشه، چون غیر از این زمان فکر کنم زبان دیگری رو تو متوجه نمیشی. حالا خیلی اصرار داشت همین 2-3 روز پیش که ما اینو جواب بدیم. کلیپش بود، منم ذکر کردم چون وقت نبود در اون برنامه که من این رو مفصل پاسخ بدم.
بعد میگردیم به همون برنامه 3-4 هفته قبلشون که این شبهه رو بیان کرده بودن. با هم ببینیم. دادیم و سوال بی جوابی باقی نگذاشتیم بمونه. من خواستم اینها هم از شما سوال بپرسم قبل از اینکه ورود پیدا بکنیم به موضوع اصلی برنامه. انشالله پاسخ رو بینندگان عزیز دریافت بکنن. یکی این بود که شما فتوایی رو آوردید که ابن تیمیه نسبت داده بود به جناب ابو حنیفه. این فتوا رو شما قرائت کردید. این شبکه‌های وهابی اومدن اون تیکه‌ای که شما نقل کردید که هیچ، اون بخشی رو که نقلی بود از ابن تیمیه که گفت بود ابو حنیفه این گونه فتوا داده است رو پخش کردن و بعد گفتن که شیعیان هم همین فتوا رو دارند. این رو هم اگر شما بزرگواری کنید پاسخ بدید و بفهمید که جریان از چه اول عبارت رو بیارم. البته میدونیم اینا خیلی دردشون گرفت و زنگ زدن بهشون بعضی از آقایون، گفتن که آقا بس کنید این بازی که شما باز کردید، چون میدونید دیگه الان همین آقا چند هفته دیگه خیلی سر صدای اون ادعایی که میکرد مطرح نمیکنه، کمتر کرده. چرا؟ گفتن آقا این که شما مطرح کردید شبکه ولایت همون که هیچ. آیه استاد آیت الله قزوینی اومد همون رو مفصل توضیح داد، نظر ابن تیمیه در مورد اهل سنت. حالا دارن باز میکنن حرفهایی که ابن تیمیه در مورد علمای مذاهب و عزیزان اهل سنت گفته، یا دارن مطرح میکنن به ضرر ما تمام شد. آقا کمتر کنید قضیه رو. ما چی مطرح کردیم؟ یه عبارتی است در اقتضاء و استراد دیگه از مشهورترین کتاب ابن تیمیه، کتابی که خودشون چاپش کردن، از اولین کتاباش بود. میاد میگه چی؟ زمانی که اجاره بدهد یک خانه ای را، یک داری را برای فروش شراب، یا برای اینکه اونجا رو کنیسه درست بکند، کلیسا، یا بیعه، محل عبادت اقوام دیگه، لم یجوز قولا واحد، همه میگن جایز نیست. بهی قال الشافعی، شافعی همینو گفته، دیگران هم گفتن جایز نیست. دقت کنید چی داره میگه؟ کرایه بدهد کنیزش را یا بنده اش را. این بنده مرد یا زنه؟ مشخص مرد دیگه. کرایه بدهد غلامش را برای اینکه با او فحشا بکنن. یعنی برای چه کاری؟ عذر میخوام از بعضیان، برای همجنس بازی دیگه. غلامش رو اجاره داره، همجنس بازی. و قال ابو حنیفه، دوباره تاکید میکنم تو اون کلیپ من چون میدونستم تحقیق خواهد کرد، وسطش هم چند بار گفتم، ابن تیمیه میگوید. ما خیلی از فتاوا از ابو حنیفه بحث کردیم، اما این فتوا رو در فتاوای ابو حنیفه ما اینطور ندیدیم. ابن تیمیه میگوید ابو حنیفه گفته است. آقایونی که خواستی تحقیق کنید، منم حواسم بود وسطش هم دوباره گفتم ابن تیمیه میگه. بعدش هم گفتید ابوالقاسمی گفته. ما فتاوایی که داریم از ابو حنیفه گفتیم، تعارف هم نداریم، گفتید ابو حنیفه مطرح کردیم، اما این فتوا رو به این صورت ندیده بودیم. آقای ابن تیمیه میگوید ابو حنیفه گفته است جایز است که اجاره بدهد اینها را برای این کارها. جایز است اجاره بدهی بنده ات را برای فحشا. جایز است اجاره بدهی کنیزت را برای فحشا. جایز است اجاره بدهی خونت رو برای اینکه در اونجا بیعه درست بکنند، کنیسه و کلیسا درست بکنند. خب اینو ما از ابن تیمیه به نقل از ابو حنیفه پخش کردیم. گفتیم آقا یا ابن تیمیه دروغ بسته به ابو حنیفه یا راست گفته. مشخص کنید. دو تا حالت که بیشتر نداره. خیلی دردش اومد جایی این مسئله رو حل کنه که حالا ابن تیمیه دروغ گفته یا راست گفته. گفته آقایان شمایی که گفتید ابو حنیفه گفته، نه ما نگفتیم ابو حنیفه گفته، ابن تیمیه گفته از ابو حنیفه گفته. با بی ادمی که ابو حنیفه شاگرد امام صادق بوده، پس اینو از امام صادق یاد گرفته. خب حالا اگه واقعا اینطوره بله. خب کمی برگردیم اینجا. ببینید وقتی که ترجمه میکنه این مطلب رو اینجا، قضیه اجاره دادن خونه برای شرب خمر و کنیسه و یا که کسی بیاد در اونجا افعال مثلا خلاف شر رو انجام بده، قضیه رو این هست. بحث در اون کتاب رو این هست. اینجا قضیه که امام شافعی گفته که جایز نیست که کرایه داد کنیزش یا بندهش را برای فسق و فجور. تموم شد. و قال ابو حنیفه یجوز ان یواجرها لذلك. منظور از چی است؟ منظور از خونه است، اجاره دادن خونه است. اما این ادامه را نمیخونه. و قال ابو بکر رازی لا فرق عند ابی حنیفه بین ان یشترط ان یبیع فی الخمر و بین ان لا.
اینجا ادامه متن رو از همین کتاب خودش همینجا نشون میده و نمیخونه که ابن تیمیه در اقتضاء صراط المستقیم مفصل این مطلب رو بحث میکنه. اما این آخوندی که خیلی اصرار داره که از کتب اهل سنت ثابت بکنه که ولد الزنا تشریف داره، این مطلب رو خیلی اصرار کرد که ما باید بهش پاسخ بدیم. پاسخ هم دادیم، گفتیم که اینجا شما دروغ میگید، اصلا قضیه چیز دیگه است و قضیه اعاره دادن فرج در نزد شیعیان رو مطرح کردیم از کتابای خودشون، خیلی سوختن و بعد اومد دوباره این مطلب رو نشون داد، دوباره دروغ بست. کلیپ رو اونجا دیدید که گفت که در کلیپی که اصرار داشت که ما جواب بدیم به این، گفت که ابن تیمیه گفته که ابو حنیفه اجاره دادن غلام برای فحشا رو جایز میدونه، که این دروغی بود که گفت. اینجا هم دروغ ترجمه میکنه و دروغ میگه، ادامه مطلب رو هم نمیخونه. ما برای اینکه برای بینندگان عزیزمون ثابت بکنیم دروغگویی این آخوندا رو، رفتیم رو اصل کتاب. این اصل کتاب هست که در اینجا من خدمت شما عزیزان نشون میدم. اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة اصحاب الجحیم، شیخ الاسلام احمد ابن عبدالحلیم ابن عبدالسلام ابن تیمیه. اینم شناسنامه‌اش و اینم صفحه بعدش و اینجا. قضیه کلا سر چی است؟ سر این است که مثلا شخصی خونه ای رو به کسی به کرایه میده، این شخص ذمی باشه، اهل کتاب باشه، در اونجا شراب بخوره، فسق بکنه، فجور بکنه، زنا بکنه، کنیسه درست بکنه، محل عبادت مثلا بت درست بکنه، هر کاری که بخواد بکنه، آیا این عقدی که بین این صاحب خونه و بین اون مستاجر وجود داره صحیح هست یا نیست؟ اکثریت علما گفتن که صحیح نیست که انسان خونش رو به خاطر بدونه و خبر داشته باشه که خونش در خونه‌ای که مثلا مالکش فلان شخص هست این اعمال صورت میگیره، این خونه رو به کرایه بده. امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه چی میگه؟ میگه در قضیه اجار و عقد اجار هیچ اشکالی ایجاد نمیشه. یعنی چی؟ یعنی مستاجری اومد خونه ای رو اجاره گرفت از یک شخص مسلمان، در اونجا شراب خورد، در شروط عقد اجاره هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. طرف میخواد اونجا شراب بخوره، میخواد زنا بکنه، اینا برمیگرده مسائل شخصی اون طرف هست. اما این اجاره دادن این خونه در این هیچ اشکالی وارد نمیشه. و مثالم میارن که حالا بعد من نشونتون میدم در یکی از کتاب ها. به طور مثال شخصی احمد اومد از محمود خونه ای رو کرایه گرفت. این احمد تو این خونه زندگی نکرد. 1 سال گذشت، محمود اومد گفت احمد کرایه خونه رو بده. گفت من که زندگی نکردم در اینجا. میگه بابا جان اینجا عقد هست و در این عقد شما باید ماهانه اینقدر پول پرداخت میکنی، این که تو زندگی کردی تو زندگی نکردی به من مربوط نیست. بر این حساس قیاس میکنه امام ابو حنیفه، میگه که وقتی که تو در اون خونه زندگی بکنی یا زندگی نکنی در عقد اجار اشکالی ایجاد نمیکنه، باید پول طرف رو بدی. حالا طرف اومد در این خونه زندگی کرد، اینجا اگر زنا کرد، شراب خورد، هر غلطی کرد، به مالک ربطی نداره، به عقد اجار ربطی نداره. اجار درست است، شروط شرعی اجار جدا از اعمال و معصیت و گناهانی است که این طرف در اونجا انجام میده. اینجا همون صفحه کتاب که این خبیث نشون داد و میگه و هذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو اذ لم يعقد الاجاره على منفعه المحرمه، که میگه که اجاره وقتی که برای نفع حرامی باشه، مثلا کسی خونه ای رو اجاره گرفته باشه برای اینکه شرابخانه درست بکنه، اینجا این عقد درست نیست، حرام است. فاما ان اجره اياه لاجل بيع الخمر او اتخاذها کنیسه او بیع کنیسه باشه یا محل عبادت یهودیان بت پرستان باشه، لم يجوز قولا واحدا، و کسی این رو چی از جایز نمیدونه. و به قال الشافعی و غیری، شافعی و غیر او هم این چیزو گفتن، کما انه لا يجوز ان یکری امته او عبده للفجور، چنان که جایز نیست که کنیزش یا بردهش را به اجاره بدهد، پس خانه را هم برای فحشا و برای شرابخانه اجازه نیست که به اجاره بدهد. یعنی این قیاس امام شافعی بر اساس این مسئله بوده و این ربطی به امام ابو حنیفه نداره که
لا يجوز ان یکری عامته و عبد للفجور. اینجا میگه و قال ابو حنیفه یجوز، این یجوز بر نمیگرده به دادن کنیز و برده برای فسق و فساد، بلکه برمیگرده به خونه. بعد ادامهشو نمیخونه این خبیث. و قال ابو حنیفه، ابو حنیفه چی میگه؟ یجوز ان یؤجرها لذلک، اجازه هست که خونهشو اجاره بده برای این چیزا. یعنی چی؟ در اصل عقد اجار مشکلی ایجاد نمیشه. و قال ابو بکر رازی، ابو بکر رازی چی گفته؟ لا فرق عند ابی حنیفه، در نزد ابو حنیفه فرقی نمیکنه بین ان یشترط ان یبیع فی الخمر و بین ان لا یشترط. شرط این که مثلا در عقد اجار داخل بشه، مثلا طرف خونه رو اجاره گرفته، مستاجری بیاد بگه که خب در عقد اجاره بنویسید که من در اینجا میخوام که خدای نکرده شراب بفروشم. میگه در نزد امام حنیفه این که این در عقد اجاره این مسئله ذکر بشه یا ذکر نشه فرقی ایجاد نمیکنه در اصل عقد، که اصل عقد واقع میشه. باید طرف مجبور است که پولی که در مقابل این خونه رو اجاره گرفته باید بپردازه. لکنه یعلم انه یبیع فی الخمر، و اون طرف اگر بداند که در اونجا با اصطلاح شراب هم فروخته میشه، صاحب خونه بدونه، ان الاجاره تصح، عقد اجار درسته، نه اینکه زنشو به اصطلاح کنیزشو یا غلامشو بده به اجاره. این ادامه این مطلب رو این آخوند خبیث دروغگویی که با اصرار میخواد از کتب اهل سنت ثابت بکنه که ولد الزنا هست، ادامه مطلب رو نمیخونه که اینجا شیخ الاسلام ابن تیمیه قول ابوبکر رازی رو در این مورد که شرح میده منظور امام ابو حنیفه رو ذکر نمیکنه و در اینجا ادامهش مفصل در این مورد صحبت میکنه. بحث طولانی است. تشکر میکنم احمد جان. این از کتاب ابن تیمیه. خب میگه ما در کتاب احناف ندیدیم این مسئله رو. خب تو که احمق و جاهل و بی سواد تشریف داری مثل استادت و تهمت میبندی به شیخ الاسلام ابن تیمیه، این برمیگرده به اون چیزی که میخوای به زور برای خودت ثابت بکنی از کتب اهل سنت، ربطی به ما نداره. در کتاب المبسوط این مطلب به تفصیل در اینجا ذکر شده. این کتاب المبسوط از سرخسی، یکی از علمای احناف، در صفحه 29 این مطلب رو در اینجا چیکار میکنه؟ ولا بأس بأن یواجر المسلم دارا من الذمی لیسکنها، اشکالی نداره که مسلمانی خونه ای رو اجاره بده به یک ذمی از اهل کتاب، از کفاری که در دارالاسلام زندگی میکنه، لیسکنها فإن شرب فی الخمر، اگر که این طرف در اونجا شرب خمر کرد، او عبد فی الصلیب، اگر در اونجا صلیبی رو عبادت کرد، او دخل فی الخنازیر، خنزیر رو در اونجا داخل، لم یلحق المسلم اسم فی شیء، گناهی بر مسلمان در اینجا نیست، من ذلک لانه لم یواجرها لذلک، به خاطر اینکه اجاره نداده برای این مسئله. والمعصیه فی فعل المستاجر، این گناه در فعل مستاجر است، و فعل دون القصد رب الدار، این فعلی که انجام میده ربطی به صاحب خونه نداره. فلا اسم علی رب الدار، گناهی بر صاحب خونه نیست. فی ذلک کمن باع غلاما ممن یقصد الفاحشه، کسی غلامشو ببره در بازار بفروشه و طرف این غلام رو ببره از اون مثلا استفاده جنسی نامشروع بکنه، این به فروشنده چه ربطی داره؟ ربطی نداره، چون این قصد نکرده بود که غلامشو برای این کار بفروشه. او با جاریه ممن لا یشتریها او یاتیها فی غیر المعنی لم یلحق البائع اثم فی شیء، کسی که مثلا جاریهشو برده در بازار فروخته، حالا اون کسی که اینو خریده بخواد از اون سوء استفاده بکنه، این گناهی بر فروشنده نیست. مسئله رو مفصل در اینجا چرا میگه که فی شیء من عاد الافعال التي یاتی به المشتری، اگر المشتری بیاد این اعمال زشت رو انجام بده ربطی به چیز نداره به فروشنده. و کذالک لو اتخذ فيها بیع او کنیسه، همون حرفی که ابن تیمیه ذکر کرده بود، اگر که اونجا بیاد که مثلا محل عبادتگاه یهودیان یا کنیسه‌ای درست بکنه، او باع فی الخمر، در اونجا خمر بفروشه، بعد ان یکون ذلک فی السواد، بعد اینکه این مسائل انجام بگیرد و یمنعون من الاحداث ذلك فی الامصار و قد بینا ذلك الكلام فی هذا الفصل، در اینجا مفصل در این مورد صحبت کرده. پس قضیه اجاره دادن خونه است، نه اجاره دادن کنیز و غلام برای این کار که این آخوند خبیث و دروغگو که به زور میخواد از کتب اهل سنت اصلیت خودش رو ثابت بکنه، میاد این تهمت رو میزنه. تشکر میکنم از دوستان. و مطلب دیگر الموسوعه الفقهیه که اینم در فقه حنفی این مطلب رو ذکر میکنه، جزء اولش، اینم شناسنامه‌اش در اینجا در مطلب 98 در صفحه 98 99.
استأجر الذمی دارا من المسلم، اگر یک ذمی اهل کتاب خونه را از مسلمان اجاره گرفت، علی انه یتخذ کنیسه یتخذ الکنیسه او حانوتا لبیع الخمر، که اونجا کنیسه یا که جایی که شرب خمر به اصطلاح شرابخانه درست میکنن، فالجمهور المالکیه و شافعیه و الحنابلة و اصحاب ابو حنیفه، مالکیه و شافعیه و حنبلیه و اصحاب امام ابو حنیفه یعنی امام ابو یوسف امام محمد، علی ان الاجاره فاسده، عقیدش این است که اجاره دادن فاسد است برای این کار، لان علی المعصیه، به خاطر که این کار برای معصیت است. و این فرد ابو حنیفه، فقط ابو حنیفه گفته بالقول بجواز ذلك، که این اجاره دادن، این اجاره جایز است، لان العقد وارد على منفعه البيت مطلقا، به خاطر چی؟ شهر میده، میگه اینجا عقد اجار برای منفعت خانه است فقط. هیچ صاحبخونه امروز میاد شرط بگذاره در عقد اجار که آقا تو این خونه مثلا فلان غذا رو بخور، فلان غذا رو نخور، فلان کار رو بکن، فلان. نه، این در عقد اجار در هیچ کشور این مسئله نمیاد، الا که مسئله باشه اتفاقی بین مستاجر و بین مالک. لان العقد وارد على منفعه البيت مطلقا، چون عقد اجار در اینجا برای منفعت از خانه هست، ولا يتعين على المستاجر اتخاذها لتلك المعصيه، و اینجا تعیین نشده که مستاجر این خونه رو برای این کارها بگیره. و فی هذا تعلیل ما فی، در اینجا مسئله فقهی اختلافی بین علما هست که اینجا در موسوعه فقه کویتی و در المبسوط هم خدمتتون نشون دادم، و ابن تیمیه مسئله رو که ذکر میکنه از این. اما این آخوند خبیث زندیق که میخواد اصلیت خودش رو از کتب اهل سنت ثابت بکنه، میاد این رو تهمت میزنه به امام ابو حنیفه. بعد چی میگه؟ میگه ابن تیمیه این حرف رو زده. مرد هستی این کلیپ رو کامل پخش بکن، بعد برای بینندگان واضح میشه که شما تا چه اندازه خبیث هستید یا نیستید. البته در خباثتتون کسی شک نداره. یک مطلب دیگری هم این آخوند روایت دیگر رو در همون برنامه نشون داد، میرم با هم ببینیم، بعد خباثت این آخوند رو خدمتتون نشون بدم. به دست امامی است. در خدمت شما است. من یه عبارت دیگه نفع خونم راجع به همون اعاره فروش که اینا گفته بودن و این بد نیستش. بله، بچه بیارم داوود و طبری. کسانی که فتوای به این قضیه رو دادن در نیل الاوتار شوکانی جلد 5 صفحه 349 میگه آیا میشود. من روایت هایی را از کتب شیعه، کتب منابع معتبرشون آوردم که وقتی که خونه امامان و امامان از این مسائل بری هستند، من باز دوباره رو نشون میدم، مهمونی میومد چی میگفتن؟ خب مهمان جان خوش اومدی، این کنیز من رو بگیر، مدتی که هستی ازش استفاده جنسی بکن و بعد از اون که میخواستی بری برگردون به ما. اومده چی میگه؟ میگه اینجا در این مسئله عده مطرح است. یعنی چی؟ یعنی مهمانی اومده پیش امام جعفر صادق، امام جعفر صادق بگه خب مهمان جان تو 4 ماه و 10 روز صبر بکن تا این کنیز من عده بگذرانه، بعد از اون من اینو خدمت شما بفرستم، شما استفاده جنسی بکن، بعد دوباره برگردون به ما. کدام گوساله اینو گفته؟ پس کجا آوردی اصلا این قضیه عده رو تو این مسئله؟ این روایت صریح و آشکار از کتاباتون من نشون دادم. مرد است نشون بدون روایت ها رو که مطلقاً اجاره دادن فرج در دین شما جایز است. یعنی چی؟ یعنی زنی رو خونه شما مثلا قزوینی اومد، زنی رو به آقای قزوینی تو از این یک شب دو شبی که خونه هستی از این استفاده بکن و بعد از اون که می‌خواستی برگشتی تهران، برگردی قم، این رو برگردون به ما. این اعاره فرج است که این عار و ننگی که در دین شما هست، حالا تو هر چه بخوای ماسمالی بکنی. اما برای اینکه بخواد اون رو جواب بده، ببینید که چیکار میکنه. شما یک کنیزی رو به عنوان رهن جایی بذاری یا قرض بدی، چون از جهت فقهی میگن الانسان و حیوان ناطق. وقتی میگن قرض حیوان، انسان این ربطی نداره به این قضیه، چون که این خودش رو حیوان تصور میکنه، اینو اینجا تفسیر میکنه که الانسان حیوان و ناطق. این مسئله جداست، این ربطی به این نداره. اینجا قضیه کلا قضیه قرض دادن حیوان است. حیوانی است که صحبت می‌کند. حیوان یعنی چی؟ قوه نطق داره. حیوان یعنی از گوشت خونه. آیا میشود حیوانی را قرض داد که شامل اسب میشود و شامل انسان؟ این توهین نیستش، این از جهت اصطلاح علمیشه. بعد میاد میگه که چی؟ آیا میتوان قرض الولائد،
دوستان عزیز، من فقط این از که سعی میکنم من عادتا از مانیتور خودشون نشون بدم، ادامه رو نمیخونه. بعد میگه که وقد نهى صلی الله علیه و سلم عن بیع الحیوان بالحیوان کما سلف، چنانچه گذشت رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی از فروش حیوان به حیوان من کردن. در اینجا ادامه رو نمیخونه چون که یه خواصت دیگری میخواد به خرج بده. بعد میاد میگه که چی؟ آیا میتوان قرض الولائد، کنیزی که از شما بچه داره قرض بدی به دیگران، میشه یا نه؟ یه عده گفتن نمیشه، اما داوود ادامه رو نمیخونه. قرض الولائد فقالو، گفتند لا یجوز، جایز نیست، لانه یؤدی الى عاریة الفرج، همون خباثتی که در نزد شیعیان وجود داشته. علما چی گفتن؟ علما اهل سنت گفتن فقالو جایز نیست به خاطر که این کار سبب میشه برای چی؟ عاریة الفرج. و اجاز ذلك، حالا ادامه شو ببینید. وری، مزنی، محمد ابن داوود، بعضی از خراسانیین، بعضی از مالکی ها، بعضی از اصحاب شافعی اینو قبول دارن. دروغ میگه، ادامه رو نمیخونه. ادامه مطلب رو و اجاد ذالک مطلقا داوود و تبری و المزنی و محمد و بعض الخراسانین و اجاز و بعض المالکیل به شرط. اینجا ببینید که کسی قرض میده، من کمی واضح بشه این مطلب، این رو از بعضی از به شرط. به شرط چی؟ ان یرد غیر مقترضه. یعنی چی؟ اینهایی که جایز دانستن که کسی میتونه کنیزش رو قرض بده به کسی، گفتن که وقتی که برمیگردانه این کنیز رو بر نگردانه، کنیز دیگری رو برگردانه. این خبیثه که میخواد اصلیت خودش رو از کتب اهل سنت ثابت بکنه، این ادامهش رو نمیخونه. اینهایی که گفتن جایز هست، گفتن که مثلا اومد کنیزی رو گرفت قرض، وقتی که میخواست برگردونه نباید اون کنیزی رو که قرض گرفته برگردونه، چون که امکان داره ازش استفاده جنسی کرده باشه و اینجا میشه قضیه عاریه فرج و اختلاطی که در اینجا صورت میگیره، پس باید کنیز دیگری رو برگردونه. ادامه مطلب رو نمیخونه. و اجازه بعد المالکیه به شرط ان یرد غیر مقترضه و اجازه بعد اصحاب الشافعی و بعض المالکیه فی من یحرم وطعه علی المستقرض. اگر که بعضی از شافعی ها و مالکی ها گفتن که اگرم که این کار صورت میگیره حرام است بر کسی که قرض گرفته که با او امخوابی و امبستری بکنه. ادامه رو نمیخونه. یک بار دیگه ببینید. بعد میاد میگه که چی؟ آیا میتوان قرض الولائد، کنیزی که از شما بچه داره قرض بدی به دیگران، میشه یا نه؟ یه عده گفتن نمیشه، اما داوود، تبری، مزنی، محمد ابن داوود، بعضی از خراسانیین، بعضی از مالکی ها، بعضی از اصحاب شافعی اینو قبول دارن. همینطور بردش بالا سفر رو گفت اینو قبول دارن. علی لعنت الله علی الکاذبین. مرد هستی این کلیپ رو پخش بکنی، این جایی که تحریف کردی این رو نشون بده برای بینندگان. اما بی حیاست. و همین رو از بعضی از حنابله و دیگران نقل کردن. یعنی یه چیزی که تو خیلی از مذاهب امر رایج بوده، فتوا بهش دادن، قبولم کردن. این که اینا ادعا می‌کردن در واقع بیسوادی اونها و خبر نداشتنشون از این مسائل. اما بله، خب من همین مطلب رو خدمت شما عزیزان از کتاب نیل الاوتار من پرینت گرفتم. این قسمت رو احمد جان اگر که نشون بدی، این صفحه رو میتونی نشون بده احمد جان؟ بله، کتاب نیل الاوتار جلد 5 صفحه 274 همین موضوعی که این آخوند خبیث که میخواد اصلیت خودش رو از کتب اهل سنت ثابت بکنه، اینجا اینجا قرض الولائد فقالوا لا يجوز، علمای اهل سنت گفتن جایز نیست، لانه یؤدی الى عاریة الفرج، که سبب عاریة الفرج میشه، همون کار زشتی که در مذهب شیعه وجود داره. و اجاز ذلك مطلقا داوود
و تبری و مزنی و محمد ابن داود و بعض خراسانین و اجاز و بعد المالکیه به شرط ان یرد غیر ما استقرضه، یعنی اون کنیزی رو که برده قرض گرفته اون رو بر نگردونه، کنیز دیگری رو برگردونه. و اجاز و بعد اصحاب شافعی بعد المالکیه فی من یحرم وطعه علی المستقرض. بعضی از شافعی که و بعضی از مالکی ها که گفتن این جایز هست، اونام چی گفتن؟ گفتن که همبستری با اون کنیز حرام است بر اون کسی که اون رو قرض گرفته. و اینجا ادامه چی میگه خیلی جالب است که این ادامهش هم نمیخونه چون اونجا نبود، من از اینجا خدمتتون نشون بدم، در مانیتورشون نیومده. و قد حکى امام الحرمین، امام الحرمین هم حکایت میکنه عن سلف، از سلف و الغزالی و عن الصحابه، و غزالی از صحابه، النهی عن قرض الولائد، که نهی شده از قرض کنیزها. و قال ابن حزم، ابن حزم چی گفته؟ ما نعلم فی هذا اصلا من الكتاب ولا من الروایت الصحیحه، در این مورد ما هیچ اصلی نداریم از کتاب و از روایت های صحیح، ولا سقیم، نه روایت های به اصطلاح خراب باطل، ولا من قول صاحب ولا اجماع، نه قول یکی از ائمه بزرگوار و نه اجماع، ولا قیاس و نه قیاس. یعنی کلا قضیه قرض دادن کنیز و غلام اصلا جایز نیست. انتهى، تمام شد. و در ادامه میگه و حدیث ابی سعید المذکور فیه دلیل علی انه یجوز لمن علیه دین ان یقضیه بدین آخر، کسی که بر او قرضی باشد جایز است که با قرض دیگری آن را ادا بکند. ولا خلاف فی جواز ذلک فی معلم، در جواز این به اصطلاح تا جایی که میدانم اشکالی وجود نداره. ببینید دوستان عزیز که اصل قضیه چی است و این خبیث چی رو میاد وانمود میکنه. همین مطلب رو من در المکتبه شامل دقیقاً همین مطلب، همون نیل الاوتار و این مسئله که در بحث حدیثی است در اینجا مفصل آورده و این رو هم در اینجا خدمتتون نشون بدم. پس این آقا خیلی اصرار داشت که من یکی دیگری از دروغ‌های ایشون رو در اینجا نشون بدم که خدمتتون نشون دادم. اگر مرد است، جرأت داره، شهامت داره، پخش بکنه و جواب بده. اما آنچه که در دین شیعه وجود داره، قضیه عاریت الفرج، من خدمتتون اینجا نشون بدم تا ببینید که چقدر فرق است بین این قضیه و اون قضیه. این در کتاب الاستفسار شیخ طوسی، اینم صفحه دومش، اینم سال چاپش. در اینجا در مورد عاریت الفرج پرسان میشه. بعد از اون میگه که اشکالی نداره که کسی جاریش رو حلال بکنه برای برادرش. تشکر میکنم. و در همین کتاب در کتاب نکاح اینجا ببینیم عن ابی جعفر از امام باقر قال قلت لرجل یحل لاخی فرج جاریتی، شرمگاه زنی رو که در اختیار داره آیا برای برادرش میتونه حلال بکنه؟ نعم، لا بأس، اشکالی نداره، هرچی که برای او حلال باشه برای برادرش هم حلال است. بعد از ابو عبدالله امام جعفر صادق روایت کردن که کسی پیشون مهمان اومده بود، یا محمد، بگفتن ای محمد خود عادل جاریه، این کنیزک رو بگیر، تخدمو که تو رو خدمت بکنه و تصیب منها، و با ایشون هم بسترم بشی، و اذا خرجت فردودها الینا، وقتی که میخواستی بری برگردون به ما. و روایت های دیگری که در اینجا آوردن. تشکر میکنم. همین مطلب رو در کتاب کافی دارن، همین مطلب در کتاب حجه باب مولود ابوالحسن محمد ابن جعفر همین مطلب وجود داره. تشکر میکنم. همین مطلب در تهذیب الاحکام وجود داره. تهذیب الاحکام در صفحه 323 این روایت ها، همین که مهمانی اومده بود پیش امام جعفر صادق، گفتن که این کنیزک رو بگیر دیگه خدمت شما رو هم بکنه و حالی هم از شما بگیره، وقتی هم که میخواستی بری برگردون. تشکر میکنم. در فروع کافی هم همین مطلب وجود دارد. این کتاب فروع کافی جلد 3 تا 5 اینا همین مطلب در اینجا، همین روایت که به امام جعفر صادق نسبت دادن. تشکر میکنم. در وسایر شیعه
این کتاب وسایل شیعه از حر آملی. همین روایت ها در اینجا هم وجود داره. این روایت ها همش در مورد همین مطلب هست. در اینجا هم هست. در اینجا هم هست. تشکر میکنم عزیزم. به جای اینکه این مطالب را بیاد اینطوری نشون بدن و علمی جواب بدن، شروع کرد به تلبیس و به خیانت به کتب اهل سنت. حالا ببینیم که آیا شهامت و مردانگی رو دارن که این کلیپ ها رو پخش بکنن هفته دیگه جواب بدن یا نه. به یقین داشته باشید که این کار رو نخواهند کرد. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقا. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم بفرمایید. آقای انصاری. بله بفرمایید برادر عزیز، لطفا صدای تلویزیونتون رو ببندید. من از اهواز زنگ میزنم، تازه زنگ زدم. بفرمایید برادر عزیز اهوازی. محمد. آقای انصاری، این آیه هست تو سوره الزمر. کدوم آیه؟ آیه هست بسم الله الرحمن الرحیم ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک و تکونن من الخاسرین. بله. این که میشه ترجمه کنید برای من؟ باشه چشم. دستتون در نکنه آقای. زنده باشید، الله مطالعه‌تون کنه. ان شاء الله در مورد این آیه هم صحبت میکنیم. برادر عزیزمون در مورد آیه دیگری که صحبت کردن در اونجا، این در سوره زمر آیه 65 است. این یک از سوره‌ای است که در مورد کسانی که شرک ورزیدن، کسانی که من دون الله را خواستن، مطالب خیلی جالبی دارن. سوره زمر را حتما بخونید از اول تا آخر، چون وقت برنامه داره به پایان میرسه. من خیلی مختصر در موردش صحبت میکنم. در مورد کسایی که به الله سبحانه و تعالی دروغ میبندند، در آیه 60 و یوم القیامة ترى الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده. در روز قیامت میبینی کسانی که مثل قزوینی، ابوالقاسمی، یزدانی دروغ میبندن به الله سبحانه و تعالی، چهره‌های اینها سیاه خواهد بود. الیس فی جهنم مثوى للمتکبرین. وقتی که بهش میگیم بیا دروغات دفاع بکن، بیا اینا رو جواب بده، بیا معذرت خواهی بکن، تکبر میورزه. الله سبحانه و تعالی میگه الیس فی جهنم مثوى للمتکبرین. آیا در جهنم جایگاهی برای متکبران نیست؟ یقینا هست. و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم لا یمسهم السوء ولا هم یحزنون. و کسانی که پرهیزگاری کردن، رستگاری اینها نجاتشان میده، نه رنجی بر آنهاست و نه اندوهگین میشوند. بعد از اون چی میاد؟ یکی از اصول اعتقادی رو بیان میکنه، توحید رو بیان میکنه الله سبحانه و تعالی. الله خالق کل شیء. الله خالق کل شیء است. نرید از فلان امامزاده فرزند بخواید، الله خالق فرزند شماست. نرید از فلان قبر و فلان بارگاه فلان چیز رو بخواید، الله خالق شماست. و هو علی کل شیء وکیل. و این الله سبحانه و تعالی است که بر همه چیز نگهبان است. نگید فلان مدد، نگید علی مدد، نگید یا امام رضا، نگید یا مهدی ادرکنا، چون الله هو علی کل شیء وکیل. الله سبحانه و تعالی بر همه چیز وکیل و نگهبان است. بعد از اون میاد صفات الله سبحانه و تعالی رو بیان میکنه که له مقالید السماوات والارض. کلیدهای آسمان ها و زمین در دست کیست؟ در دست ذات اقدس الله سبحانه و تعالی است. والذین کفروا بآیات الله اولئک هم الخاسرون. کسانی که به آیات الهی کفر ورزیدن، قزوینی، مکارم شیرازی، ابوالقاسمی، یزدانی، روافضی که شرک میورزید، تهمت میزنید به الله سبحانه و تعالی. والذین کفروا بآیات الله اولئک هم الخاسرون. اینایی که کفر میورزن، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میگن خدایا تنها از تو مدد میجوییم و تنها از تو یاری میجوییم، اما میگن یا علی مدد، ای امام رضا به ما کمک کن. اینها مگه آیات الهی رو تکذیب نکردن؟ تکذیب فقط این نیست که کسی بگه من قرآن رو قبول ندارم. وقتی که قرآن رو میشنوی، وقتی که قرآن رو میخونی و بهش عمل نمیکنی، این تکذیب آیات الله سبحانه و تعالی. اولئک هم الخاسرون. اینها هستن که اینها زیانکارن، اینا خساره کردن، اینا ضرر کردن.
زحمت کشیدن، عبادت کردن، همه چی رو انجام دادن، اما چی شد؟ زیانکار. مثل تاجری که زحمت کشیده، تجارت کرده، مال از شام به تهران، از تهران به اروپا، از آمریکا به آسیا برده، اما در آخر چی کار کرده؟ رأس مالش هم سرمایه‌اش هم از دستش رفته، ضرر هم کرده. این انسان‌ها اینطورین. قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون. بگو، اینجا به کی میگه؟ به مشرکی میگه. آیا بگو ای نادانان، آیا به من فریاد میدهید که غیر خدا را پرستش کنم؟ قرآن اومده، سنت اومده، رسول الله بیان کرده، علما بیان کردن، امروز مردم را دعوت میکنن که برید از پیامبر بخواید، از امامان بخواید، از قبور و بارگاه بخواید. در اینجا یک چیزی رو بیان میکنه. واقعا این یکی از آیاتی است که من همیشه وقتی بخونم یعنی به خودم میلرزم که حتی الله سبحانه و تعالی با پیامبرش، با اشرف مخلوقات، سید و سردار اولاد آدم، سید الانبیاء و المرسلین شوخی نداره. در قضیه شرک و توحید الله با هیچ کس شوخی نداره. چی میگه؟ ولقد اوحی الیک، به تو وحی شد ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و الی الذین من قبلک، و بران کسانی، بران پیامبرانی که قبل از تو مبعوث شدن، لئن اشرکت، اگر به فرض محال شرک بیاری، لیحبطن عملک، همه این اعمال نیکی که انجام دادی همه چی میشه؟ تباه میشه. ولتکونن من الخاسرین، و تو هم ای محمد از جمله زیانکاران خواهی بود. الله سبحانه و تعالی در مورد شرک با هیچ کس شوخی نداره. میخواد امام علی باشه، میخواد امام عمر باشه، میخواد ابن تیمیه باشه، میخواد ائمه اربعه باشه، میخواد عیسی و موسی و ابراهیم و یعقوب و اسحاق و 120,000 پیامبر بنی اسرائیل باشه، میخواد اشرف مخلوقات رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. میگه لئن اشرکت، به فرض محال ای محمد، ای حبیب من، اگر تو هم شرک بورزی، لیحبطن عملک، عمل تو تباه میشه، و لتکونن من الخاسرین، و جمله زیانکاران خواهی بود. بعد در ادامه این آیه الله سبحانه و تعالی چقدر جالب بیان میکنه. بل الله فاعبد و کن من الشاکرین، بلکه تنها الله را پرستش کن و از جمله شکرگزاران باش. و اینایی که امروز الله را پرستش نمی کنن، از الله نمیخوان، به الله توکل نمی کنن، به سوی گنبد و بارگاه و امام و امامزاده چسبیدن، اینها صفتشون در آیه بعدی بیان میشه. و ما قدر الله حق قدره، اینها الله سبحانه و تعالی را آنچنان که سزاوار ذات اقدس اوست نشناختند. چرا شرک می‌ورزن؟ چون خدا رو نشناختن. چرا به سوی غیر خدا میرن؟ چون پروردگار مهربان رو نشناختن. اگر الله را میشناختن هیچ وقت به سوی غیر الله نمیرفتن. بعد میگه این خدایی که شما اینها رو نشناختن، یکی از صفاتش چی است؟ میخواد بیان بکنه که آنچه که در زمین قبور انبیا، قبور اولیا، آنچه که در آسمان ها از جن و ملائکه و از اینایی که شما میخوانید، عبدالقادر جیلانی و امام اول تا امام 12 و فلان امامزاده و فلان، همه اینهایی که در این دنیا، در این کره زمین هستن، هر چه که من دون الله شما پرستش میکنید، از این 800 تا خدایی که هندوها برای خودشون درست کردن تا این 18,000 خدایی که به نام امامزاده شیعیان در ایران برای خودشون درست کردن، همه اینا در کره زمین هستن یا نیستن؟ الله سبحانه و تعالی چقدر جالب بیان میکنه. و ما قدر الله حق قدره، الله را آنطوری که باید شاید نشناختن. والارض جمیعا قبضته یوم القیامه، زمین در مشت الله سبحانه و تعالی در روز قیامت خواهد بود. در مشت الله. این زمینی به این بزرگی که شما 5 قاره و این همه وسعت و این همه اقیانوس، همینا در مشت الله سبحانه و تعالی، اون مشتی که لایق ذات اقدس الهی است، نه مانند مشت ما. در مشت الله سبحانه و تعالی خواهد بود. و السماوات مطویات بیمینه، و آسمان ها پیچیده شده در دست الله سبحانه و تعالی. سبحانه و تعالی عما یشرکون، پاک است، عالی قدر است، بلند مرتبه است این پروردگار از اون چیزایی که شما به او شریک میسازید، به او شرک میپندارید. این آیات بیان میکنه که ای مؤمنین، ای مسلمان ها، ای شیعیان، ای اهل سنت، حرف ابن تیمیه رو بذارید کنار، حرف محمد ابن عبدالوهاب رو بذارید کنار، فلانی گفته، الله سبحانه و تعالی گفته. و این آخوندا
با تلبیس و با خیانت، با ترجمه های غلط، با تفسیرهای غلط میخوان شما را از راه الله به دور بکنن. از این واضحتر، از این آشکارتر که الله سبحانه و تعالی در این صفحه ببینید چقدر واضح و صریح و آشکار برای ما بیان میکنه این مطالب رو. بازم کسی بیاد بگه که نه والله چون فلان روایتی است، فلان حدیثی است، فلان مطلبی است در فلان کتاب، من باید برم استغاثه بکنم به قبر فلان ولی، فلان پیر، فلان امام، فلان صحابی، فلان شخص از اهل بیت. الله سبحانه و تعالی به محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میگه حتی تو هم اگر شرک بورزی، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. این وعده الله سبحانه و تعالی است. شرک رو نمیبخشه. بکشی خودتو 1000 مرتبه حج بکنی، هر طول سال 70 سال عمر بکنی، طول عمرت روزه باشی، هرچی اموال داراییت در راه خدا خرج بکنی، به الله سبحانه و تعالی شرک بورزی نمیبخشه، چون وعده داده. فردا اومدی خدایا من نماز خوندم، روزه گرفتم، حج کردم، صدقه دادم، زکات دادم، غلط کردی. مگه نگفته بودم در قرآن که ان الله لا یغفر ان یشرک به؟ خداوند نمیبخشه کسی که به الله شریک بیاره. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. هر اشتباهی انسان در دنیا بکنه، هر گناه کبیره و صغیره مرتکب بشه، الله سبحانه و تعالی امکان داره به رحمت و فضل و کرمش ببخشه، اما شرک رو خودش قول داده که نمیبخشه. حتی پیامبر محبوبش رو اینطوری صریح و شدید مورد خطاب قرار میده، حتی تو ای رسول الله لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اگر تو هم ای محمد صلی الله علیه و سلم شرک بورزی، عمل تو برباد میشه و تا جمله زیانکاران خواهی بود. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با قسمت دیگری از این برنامه تماس مستقیم و پاسخ به سوالات شما عزیزان و مشارکت های شما عزیزان و شبهات یا بحث و گفتگویی که دوست دارید میتونید در این برنامه با ما مطرح بکنید. تماس مستقیم از طریق شماره تلفنی که زیر نویس کردن عزیزان و همچنین از طریق واتساپ میتونید تماس بگیرید در برنامه و شرکت بکنید در برنامه خودتون. به هر صورت برنامه امروز رو شروع میکنیم و تشکر میکنم از همه عزیزانی که با ما همراه هستن از طریق صفحه شبکه جهانی ندای حق. و اولین موضوعی که در برنامه امشب میخوایم مطرح بکنیم سوالی است که یکی از بینندگان عزیز ما از طریق واتساپ شبکه برای ما فرستادن. از افغانستان، از برادران شیعه هستن. فرمودن که دلیل قانع کننده برای جانشینی ابوبکر و عمر بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیارید. اگر دلیل قانع کننده آوردید من سنی میشم. ببینید برادر عزیز، من بارها ذکر کردم که سنی بودن، شیعه بودن، اسماعیلی و زیدی و فلان و علان بودن، این اسما زیاد مهم نیست. مهم این است که انسان تابع قرآن کریم، کلام الله مجید و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشه. مهم این است که انسان مسلمان باشه، مسلمان واقعی، همونطوری که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من جن و انس را نیافریدم مگر
برای عبادت کنن و برای این ما رو نیافریده که مثلا سنی باشیم، شیعه باشیم، با این اسمای عجیب و غریب سر خودمون بگذاریم. باید تابع قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشیم. در مورد سوال این برادر عزیزمون، من زیاد نمیخوام رو روایات و نمیدونم این گفته و فلان این گفته و این مسائل بچرخیم. میایم قضیه رو طبق نظام الله سبحانه و تعالی و طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و با عقل سالم این موضوع رو بررسی میکنیم. همه میدانید که الله سبحانه و تعالی بعد از اینکه پیامبر بزرگ اسلام همه احکام و شرایع دین اسلام رو برای ما بیان کردن، آیتی فرستاد در روزی که مسلمانان در حجة الوداع بودن و آخرین حجی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام دادن و بعد از این حج بود که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم وقتی به مدینه برگشتن چند ماه بعدش از دنیا رفتن. آیه مبارک میگه که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این رو به عنوان آیه اکمال دین همه مسلمان ها قبول دارن. خب بعضی میگن که این آیه وقتی نازل شد که ولایت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در غدیر خم به اصطلاح از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در اونجا بیان کردید. اما این نظریه باطلی است، چون که این آیه در مکه مکرمه و بعد از پایان یافتن مراسم حج بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد. چون هم میدونید که غدیر خم راه برگشت حجاج مدینه است، اما در مکه مکرمه حجاجی که از طایف آمده بودن، از حجاجی که در داخل مکه بودن، حجاجی که از یمن آمده بودن و از اطراف مکه، همه اینا حضور داشتن و تعداد حاجیانی که از مدینه آمده بودن تقریبا میشه گفت چیزی در حدود شاید 20-25%، نهایتش 30% حجاج رو تشکیل میداد. پس منطقی این است که این آیه اکمال دین بر پیامبر صلی الله علیه و سلم در مکه نازل شده باشد، نه در غدیر خم. و روایات و سندهای تاریخی صحیح این رو نشون میده که این آیه در مکه مکرمه نازل شد. جدای از این، پیامبر صلی الله علیه و سلم خاتم الانبیا است. خاتم الانبیا این که بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ارتباط وحی یا نزول وحی یا کتاب‌ها و شرایع آسمانی بر انسان‌ها به پایان رسید. به خاطر همین میگیم خاتم الانبیا. خاتم الانبیا یعنی پایان پیامبران. بعد از اون دیگر هیچ پیامبری فرستاده نشد، چون دین الله سبحانه و تعالی تکمیل شد. دین الله سبحانه و تعالی از آدم علیه السلام تا سیدنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این سلسله 100 و چند هزار پیامبر فرستاده شدند. همه اینها دعوتشان دعوت توحید بود، دعوت یکتاپرستی بود، دعوت به سوی عبادت الله سبحانه و تعالی بود، دوری از شرک بود، عبادت الله یکتا و بی‌مثل و بی‌مانند. پس وقتی که پیامبر خاتم باشه و ما بگیم که پیامبر بعد از خودش یک جانشینی رو تعیین کرد، به این معنی که این سلسله نبوت ادامه پیدا می کند. چون اگر سلسله نبوت ادامه پیدا بکند پس ختم نبوت معنایی ندارد. اگر ما بگیم که بر امامان 12 گانه بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم وحی نازل می شد، حالا اعتقاد دارن که این امامان بر اونها از جانب الله سبحانه و تعالی مسئولیت و وظیفه و رسالتی داده شده بود. اگر چنین فکر بکنیم پس ختم نبوت معنی ندارد. میگویند که امامت به اصطلاح امتداد نبوت است. این به معنی است که پس ختم نبوتی وجود نداره. میگویند که امام منسوب از طرف الله سبحانه و تعالی است، پس
ما 12 تا پیامبر دیگه بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم داشتیم که فقط اسمشون امام گذاشته شده بود و طبق روایاتشون هم میگن که منزله امامت از مرتبه نبوت بالاتر است. ثانیاً الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم امر کرده بود که و امرهم شورا بینهم، مسلمانان امور خودشون رو با شورا حل میکنن و قضیه جانشینی پیامبر صلی الله علیه و سلم در هیچ جای قرآن کریم و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم مطرح نشده به شکل صریح. چرا؟ چون که مسئله شورا در اینجا مطرح است و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در نامه 6 نهج البلاغه هم به صراحت می‌فرمایند که انما الشورى للمهاجرین والانصار، شورا از آن مهاجرین و انصار است. و ان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما کان فی ذلک لله رضا، اگر شورای مهاجرین و انصار جمع شدن و کسی رو به عنوان امام خودشون، به عنوان خلیفه خودشون تعیین کردن، در این امر رضایت الله سبحانه و تعالی است. و همچنین در همین نامه میگه که انما بایعنی قوم الذین بایعوا ابابکر و عمر و عثمان علی ما بایعوا، قومی با من بیعت کردن که با ابوبکر و عمر و عثمان با همان شرایط بیعت کردن. پس سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در این مطلبی که در نامه 6 نهج البلاغه آمده است مسئله شورا رو تعیین می‌کنند و اعضای شورا هم کیا هستند؟ صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم از مهاجرین و انصار. وقتی که شیعیان به این مشکل برخوردن، به مشکل امتداد نبوت با ساختن روایت‌های جعلی جانشینی پیامبر توسط 12 نفر از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، به یک مشکل برخوردن و اون مشکل این بود که مادامی که نصی یا این اشخاص منصوص از طرف الله سبحانه و تعالی باشند، باید اینا معصوم باشند. چون اگر جانشین پیامبر که از طرف الله و رسول تعیین شده باشه معصوم نباشه، پس جانشینی و معنی نداره. به خاطر همین اومدن چیکار کردن؟ در اواسط قرن دوم یعنی در قرن سوم هجری مسئله عصمت ائمه رو مطرح کردن. قبل از اون هیچ کس به عصمت امامان 12گانه اعتقاد نداشت. اینو به خاطر این مطرح کردن که دچار مشکل شده بودن. چطور ما این امام رو جانشین منصوص از طرف الله و رسول بدانیم در حالی که او عصمت نداره؟ پس اومدن عصمت رو اضافه کردن. به همین شکل آمدن مسائل مختلفی رو اضافه کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در طول حیات مبارکشون بعضی از صحابه رو به عنوان نماینده خودشون یا جانشین خودشون یا به جنگ فرستادن یا برای کسب مثلا زکات و صدقات یک قریه گروهی فرستادن یا برای تبلیغ و هدایت مردم فرستادن و کسانی رو که جانشینشون تعیین می‌کردن اگر اونا اشتباهی می‌کردن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌اومدن این اشتباه رو بیان می‌کردن. چرا؟ چون اشتباه جانشین یک شخص که از طرف او منسوب شده باشه به پای شخص نوشته میشه. به همین دلیل بود که شیعه اومدن چیکار کردن؟ عصمت رو اختراع کردن، در حالی که چیزی به نام عصمت تا اواسط قرن سوم اصلا مطرح نبود که بعد از پیامبر کسی دیگری عصمت داشته باشه. بعد آیات و احادیثی رو در این مورد آمدن تعویل کردن به عصمت ائمه. بعد از فتح مکه یک اتفاق عجیبی میفته. یک روز رسول الله صلی الله علیه و سلم یک گروهی رو به فرماندهی خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه میفرسته برای یک امری. ایشون میره در اونجا یک اشتباهی رو مرتکب میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته بودن که مثلا اونا رو دعوت بکنین، اینا میرن با اونا درگیر جنگ میشن در حالی که امر به جنگ نکرده بودن. وقتی که پیامبر خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه برمیگرده و پیامبر صلی الله علیه و سلم از موضوع آگاه میشن، میان رو به قبله در جلوی صحابه دستانشون رو بلند میکنن، میگن اللهم انی ابرأ الیک مما فعل خالد. بارالله من از آنچه که خالد ابن ولید انجام داده است اعلان براءت و بیزاری میکنم. چرا این کارو کردن؟ چون اگر این کارو نمیکردن، چون خالد جانشین پیامبر و نماینده رسمی پیامبر در این گروه فرستاده شده بود، عمل خالد ابن ولید به پای کی نوشته میشد؟ به پای رسول الله صلی الله علیه و سلم. به خاطر همین آمدن از اونجا اعلان براءت کردن و دیه و خسارت اون قریه و اون گروهی رو که
متضرر شده بودن رسول الله صلی الله علیه و سلم پرداختند. وانگهی یک مشکل دیگری هم در اینجا ما بهش برمیخوریم. عزیزان شیعه ما آمدن یک کانال 12 نفری امامان جانشین بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم تعیین کردن و اینها هیچ کدامشان به اون منصبی که تعیین شده بودن نرسیدن. حتی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که خلیفه شد میگن این خلافتش اون مرتبه امامتی که منصوب به طرف الله بود نبود، چون به اون روشی که باید ایشون خلیفه میشد به اون روش برگزیده نشدن، بلکه یک اتفاقی افتاد و خلاصه اومدن عده مردم بیعت کردن. به این بیعت اون منصب امامت واقعی که حضرت علی داشتن اون نیست، این یک منصب دنیوی است. حضرت حسن هم که همون خلافت منصوب از طرف الله سبحانه و تعالی رو که ادعا میکنن به معاویه رضی الله تعالی عنه واگذار کرد. یعنی گفت که ای الله تو مرا امام تعیین کردی، ای پیامبر تو هم مرا امام تعیین کردی، اما من این امامت و خلافت رو ول میکنم برای کی؟ رها میکنم برای معاویه. آیا سیدنا حسن رضی الله عنه همچین حقی داشت؟ نداشت. بعد از این دو نفر هیچ یکی دیگر از ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم که اینا ادعا میکنن که امام و جانشین بودن، هیچ کدام اینها به اون منصب نرسیدن. حضرت حسین در کربلا شهید شد، حضرت زین العابدین که کلا از این مسائل کنار رفت، به زهد و عبادت خودش در مدینه پرداخت، و بقیه را میبینیم که هیچ کدامشون به این منصب الهی که تعیین شده بود نرسیدن. و امام 12 هم که 1200 خورده سال هست که امت رو به حال خودش رها کرده و غیبت رفته. امامی که الان رفته غیبت، هیچ دخل و تصرفی در زندگی بشر نداره، هیچ مشکلی از مشکلات ما رو حل نمیکنه، به چه دردی میخوره؟ امامی که امروز در قضیه فلسطین، یمن، افغانستان، سراسر دنیا مسلمان ها دچار مشکلات و سختی ها و جنگ ها و درگیری هستن، چه نقشی داره این امام در این مشکلات ما مسلمان ها؟ هیچ. پس این به درد چی میخوره؟ 1200 خورده سال هست که به درد ما نمیخوره و از این به بعدم به درد ما نخواهد خورد. پس این امامتی که ادعا میکنن منصبی از طرف الله سبحانه و تعالی است، این هرگز به وجود نیامد و هیچ نقشی در زندگی مسلمان ها نداشت. بعد اومدن چیکار کردن؟ دیدن که خب انقلاب کردن در ایران، حکومت درست کردن، حکومت دست شیعیان افتاد. الان طبق نصوص خود مذهب شیعه نباید شیعیان حکومت تشکیل بدن. چرا؟ چون در رأس حکومت باید امام باشه، امام معصوم. بعد اومدن نظریه ولایت فقیه رو برای مردم درست کردن. آقای منتظری اینو مطرح کرد، بعداً پشیمان شد، اما همین نظریه شد نظریه ولایت فقیه و هر کس هم با ولایت فقیه دشمنی کنه شد به اصطلاح دشمن دین و به عنوان محارب حکمش اعدام است در ایران. چرا ولایت فقیه رو اینا آمدن تعیین به اصطلاح اختراع کردن؟ چون که طبق عقیده اینها باید در رأس حکومت امام معصوم باشه. الان که امام معصوم نیست، جانشین امام معصوم کی است؟ فقیه. فقیه که ولی امر مسلمان ها است. همچین چیزی در دین شیعه در طول 1410 سال وجود نداشت تا اینکه بعد از انقلاب در ایران اختراع کردن ولایت فقیه رو. ولایت فقیه یک بدعتی بود که اینا درست کردن به خاطر که این نقصی که در دین شیعه بود که شیعه نباید حکومت بکنه، نباید در رأس حکومت باشه، این رو چیکار بکنن؟ به یک شکلی بپوشانن. از همه جالبترش این بود که اولین ولی فقیه که آقای خمینی بود که بنیانگذار این انقلاب بود و رهبر انقلاب بود و همه کاره انقلاب بود، ایشان فوت میکنه در حالی که جانشین قبلی خودش که آیت الله منتظری بود رو برکنار کرده، جانشین دیگری هم برای خودش تعیین نکرده. یهو آقای خمینی فوت میکنه، هیچ جانشینی هم وجود نداره. ساعت 7 شب تلویزیون ایران میگه که حجت الاسلام و المسلمین سید علی خامنه‌ای. شب آقای خمینی فوت میکنه، فردا صبح ساعت 7:30 صبح میگن که حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای یک شبه از حجت الاسلام شد آیت الله. چرا آیت الله شد؟ چون که باید کسی ولی فقیه میشد که مرتبهش مرتبه آیت الله داشته باشه. مجلس خبرگان و اعضای حکومت جمع شدن، شورا تشکیل دادن و در این شورا گفتن شایسته حکومت بعد از خمینی کی است؟ آقای خامنه‌ای است.
بابا جان از خامنه‌ای کرده عالمتر، آیت الله همدانی، آیت الله وحید خراسانی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله شیرازی، مکارم شیرازی، این همه آیت اللهی که هم از نظر سن و از نظر علم از خامنه‌ای برتر هستن، اینا بودن. اما شایستگی خلافت رو کی داره؟ شایستگی جانشینی خمینی رو کی داره؟ شایستگی رهبری در ایران رو کی داره؟ آقای خامنه‌ای که حجت الاسلام است. یک شبه شد آیت الله، فرداش اومد شد رهبر ایران، شد ولی فقیه و تا امروز داره حکومت میکنه. همون کاری که در صدر اسلام بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم صورت گرفت. اینا ایراد میگیرن که علی اعلم بود، علی متقی‌تر بود، علی پرهیزگارتر بود، چرا باید ابوبکر و عمر و عثمان خلیفه بشن؟ خب ما میگیم که مکارم شیرازی، نوری همدانی، آیت الله گلپایگانی، وحید خراسانی، این همه آیت اللهی که بودن در ایران، سنشون هم بالاتر بود، تقوایشون هم بیشتر بود، علمشون هم بیشتر بود، چرا اونا نباید رهبر بشن؟ چرا آقای خامنه‌ای که حجت الاسلام است باید بشه یک شب آیت الله بشه؟ میگن مصلحت نظام بود. خب قربون شما، اگر که مصلحت نظام در قرن 20 برای شما این رو میطلبه که یک انسانی که شایستگی علمی هم نداره، شایستگی شخصیتی هم نداره، این بشه رهبر، بشه ولی فقیه، چرا در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم این کار نباید بشه؟ اتفاق عجیبی که افتاد که الله سبحانه و تعالی خواست این اعتقادات اینها رو چیکار بکنه؟ به این شکل در ذهن مسلمان ها این روشنی رو بیاندازه که بله، این ادعایی که اینها میکنن عاری از حقیقت و باطل است. به همین دلیل دوستان عزیز و برادر عزیزی که این سوال را کردن، ما معتقد هستیم که جانشینی بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم امری است متعلق به امت، متعلق به شورا. خواستن کسی رو به اجماع شورا تعیین میکنن، خواستن کسی رو با مشوره تعیین میکنن، چنان که به اجماع مهاجرین و انصار حضرت ابوبکر تعیین شد. بنابر مشوره اهل حل و عقد و بزرگان صحابه، حضرت عمر از طرف حضرت ابوبکر جانشین تعیین شد و بعد از ایشان بر اساس یک انتخابات سرتاسری در مدینه حضرت عثمان تعیین شد و حضرت علی بر اساس یک بیعت ناگهانی، چون مدینه در اشغال شورشیان بود، به خلافت رسیدن. ببینید هر کدام از اینا به یک شکلی به قدرت رسیدن تا الله سبحانه و تعالی به ما به اینو بفهمانه که مهم این است که حاکم و خلیفه مسلمان ها با عدالت، با مساوات در بین مردم حکومت بکنه. مهم این نیست که این شکل حکومتداری چطور خواهد بود. امروز مثلا در کشورهای دنیا به طور مثال کشوری از کشور پادشاهی است، پادشاهی مطلق، مثل کویت، مثل قطر، مثل عربستان، پادشاهی مطلق است. مردم در مساوات، در ناز و نعمت زندگی میکنن. حالا یک کشوری است مثلا دموکراسی است، انتخابات آزاد است، نظام پارلمانی است، اما مردمش در فلاکت و بدبختی. 20 سال ما تجربه کردیم در افغانستان، آن در ایران هم هست مثلا همین. پس در اسلام هیچ وقت رو شکل حکومت ها، رو اسم حکومت ها ترکیز نمیشه، بلکه ترکیز در اسلام بالای چی است؟ ویژگی های حکومت است. حالا شما میخواید حکومت شاهی باشه، میخواد امارت باشه، میخواد ریاست جمهوری باشه، میخواد جمهوری پارلمانی باشه، میخواد نخست وزیری باشه، میخواد شاهی مشروطه باشه، هر چی که میخواد باشه، مهم این است که حکومت مساوات، عدالت و برابری رو در بین مردم اجرا بکنه و بعد از اون تطبیق دین الله سبحانه و تعالی به شکل صحیح و درست در بین انسانها صورت بگیره. این جوابی بود که برای این دوست عزیز داشتیم. من زیاد رو مسائل روایات و آیات و این مسائل نپیچیدم، خواستیم مسئله رو تاریخی، مسئله رو عقلانی خدمت شما عزیزان بیان بکنیم. آقای سلام علیکم استاد بزرگوار، وقت شما بخیر. سلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. خوب هستیم ان شاء الله برادر. سلامت باشید، زنده باشید. جناب استاد، من دو سوال دارم، مثل همیشه باز میگذره. سوال دوم میگذره وقتگیر است و سوال اول من میخواستم کوتاه جواب بدین در موردی که جناب استاد، من چند وقت شده یک ملایم در مسجد پیش خانه ما آمد
و ای بعد از هر روز نماز مغرب همین مسئله پول یاد میکرد. من بیخی از خاطر از همین آدم، از خاطر همین پول گفتن از بیخی می دلم از همین مسجد سیاه شد. یعنی ما فعلا ترک مسجد کردیم. ما نماز خود در خانه میخوانم، نماز خود 5 وقت، حالا یک وقت قضا شود از دستم بره گفتن نمیتونم، اما 5 وقت میخوانم و به خاطر همین کارهای مولا امام ما بیخی از همین مسجد رفتن دل سیاه شد. با این کار ما جواز شرعی داره استاد بزرگوار یا نه؟ والا ببینید، اصل بر این است که انسان در نزدیکترین مسجدی که به خانه شما نزدیک است و امامش اگر کدام مشکل شرعی ندارد، نمازتون رو در اونجا بخوانید. یک موضوع دیگر که بعضی از امامان مساجد هستند که به خاطر هر مسئله کوچیک و بزرگی مردم رو جمع میکنن، پول کمک کنید، پول جمع کنید، این نیاز داریم، اون نیاز داریم. یا بعضی ها هستن که میرن در داخل مسجد از مردم گدایی میکنن. مثلا مردم بعد از اینکه سلام دادن در مسجد، طرف بلند میشه من فقیرم، نادارم، نیاز دارم، به من کمک بکنید. این مخالف با فرموده الله سبحانه و تعالی است که میفرماید ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. مساجد برای الله سبحانه و تعالی است، با الله سبحانه و تعالی کسی دیگر دعا نکنید، از کسی دیگری چیزی نخواهید. یعنی مساجد جایی نیست که انسان بره در اونجا مشکلات زندگی خودش رو برای جماعت، بعد از مردم دارن ذکر میکنن، سنت میخوانن، طرف بلند میشه مشکلات زندگی خودش رو بیان میکنه. این یک جانب قضیه. جانب دیگر این است که اهل خود مسجد باید نیازهای امام، نیازهای مسجد، نیازهای که مؤذن اینا داره رو برآورده بکنن، چون اونا هم انسان هستن. بعضی از ما فکر میکنیم که هر کسی که ملا شد، امام مسجد شد، این شخص دیگه 24 ساعت بعد در خدمت ما باشه، نکای ما را ببنده، بر مرده ما جنازه بخوانه، 5 وقت امامت ما را بکنه و 1 روپیه هم به اصطلاح از ما چیزی طلب نکنه. خب ملا و خانواده‌اش که علف نمیخورن، خب اونا غذا میخورن. و امروز متاسفانه یک امام مثل زمان در اصل بر این است که امامان مساجد، مؤذنان مساجد باید مثل بقیه مردم مشغول کار باشن، مشغول تجارت باشن، مشغول حتی کارمند باشن در جایی. بعد مسئله امامت به عنوان یک شغل نباشد، عالم دین شدن یک شغل نباشد که حتما یک لباس مخصوص بپوش و خلاصه تو عالم دین هستی مردم باید به تو پول بدن. نه، باید هر کس مشغول کاری باشه، مشغول تجارتی باشه. اما شرایط در بعضی جایی این است که امام مسجد تنها امام نیست. همه مشکلات مردم، جنگ‌های مردم، نکاح مردم، مرگ و میر مردم، فاتحه مردم، عزاداری مردم، همه این چیزها رو سرپرستی میکنه و از بر همه اینا بر نمیاد. در ضمن امامان اکثر مساجد مشغول تعلیم و تعلم اولادهای نمازگزاران هستند. فرزندان نمازگزاران رو واسه تعلیم قرآن و تعلیم دین میدن. به خاطر همین یک صندوق خیریه درست بشه، یک مجلس امنایی تعیین بشه که امام مسجد، نیازهای مسجد، طرف مثلا میره در مسجد نماز میخوانه، تاجرم هست، پولدارم هست، اما فکر نمیکنه که این فرش مسجد باید عوض بشه، بلندگوی مسجد مشکل داره باید عوض بشه، برق مسجد سوخته باید عوض بشه. این چیزها رو باید نمازگزارا توجه بکنن، چون این خانه خداست. چون الله سبحانه و تعالی میفرماید کسانی که ایمان به الله و روز آخرت دارن، اینها هستند که مساجد الله سبحانه و تعالی رو آباد میکنن. متوجه شدید؟ بله. خب جناب استاد، اینجا موضوع ای است که هر روز بعد از نماز مغرب ای برای ما یک قسمی بنای تنه میداد. بیادرای ما شما رو من میگفتم امیره خب بگویم، من خودم جوان هستم، من میره یک 4 تا ریسفید مسجد تا بگویم امیو برش کمک همکاری مردم جمع کنن که پیسه بدن. من قبول دارم که نباید ما حقش بخوریم، یعنی باید حقش بدیم، اما یک قسم یک تنه دادن به نحو تنه دادن با به می دلیل من ترک مسجد کردم. آیا به نظر شما این ترک ما کار خوبی است؟ به خاطر اینکه من نماز با پول نمیخوانم، من نماز با دنیا نمیخوانم. درست است، با دنیا رو در نظر میگیریم و با آخرت هم میخوانم. من خود نماز به خاطر پول نمیخوانم. یه روز تانی پول به می خاطر من کاملا چند ماه شده که کاملا نظامی مسجد سیاه شدم به خاطر پیسه، غیر پیسه. یعنی نمیشه گفت که کارش رو که شما این مسجد رو ترک بکنید یک کار حرام است، اما بهتری است که بشینید اصلاح بکنید، با امام صحبت بکنید، با بزرگانی که هستن در اونجا صحبت. شما بیایید امین 4 تا بزرگ رو جمع بکنید، مشکلات امام و مسجد رو حل بکنید. جوانها باید یعنی در این کار خیر باید پیشگام باشن، پیش قدم باشن. استاد بزرگوار با جامعه افغانستان خوب هم آشنایی داره. اگه ما بخیزیم بگویم میگه پارا باز میگه نه
خودت گوشت کسی میگه شما بهتر از ماشینای دارین دیگه بگذارید بگویند از اسامه بن زید وقتی که سرلشکر تعیین شد در زمان نزدیک وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم، خیلی از مردم گفتن که یک بچه کوچیک رو سرلشکر تعیین کرده، این همه صحابه بزرگ هستن. مردم میگن شما هر کاری بکنید مردم گپشان را میزنند، اما وظیفه جوانهایی است که در این مسائل پیش قدم شوند و احترام و اون جایگاه بزرگان و امام مسجد و علما رو نگه دارن. بسیار خوب. خب جناب استاد، با سوال بعدی میریم. دمی 2-3 هفته که من به خود تماس داشتم و چند سخنی که از خودش شنیدم در مورد دولت مداری، در مورد خیلی چیزا، در مورد طالبان. خب جهادش موضوع جدا شد، دولت مداری و مشکل اصلی این شد که شایسته سالاری وجود نداره. جناب استاد واقعیتی گپ خودتانم گفتین، چون من حیث کسی که در شیخ خود درس خوانم میخوایم برم یک جای وظیفه بگیرم، این تجربه عملی از جناب استاد که واقعا ما با چشم خود دیدم. وظیفه بگیرم برای من گفتن که این امتیاز این بستی پست بر مجاهدین است. خب این شایسته سالاری وجود نداره. خب مشکلات زیاد است، کتاب توحید هم رد کردن و اخیراً شما خبرها رو مطمئن هستم دنبال میکنید که در مورد تحصیل دختران چقدر یک موضوع پیش آمد در یکی از بزرگاش. جناب استاد ما میخوام کلی بپرسم، به نظر شما آیا استادگی در مقابل فعلی حکومت افغانستان، حکومت امارات اسلامی، استادگی لازم است یا نیست؟ بله یا نخیر؟ و چرا جناب استاد؟ نخیر، چون که ببینید امروز وقتی که ما میگیم که در مقابل یک حاکم، در مقابل یک حکومت، با وجود بودن مشکلات، انسان از راه نصیحت، از راه مدارا، از راه همکاری و کمک و نصح پیش بیاد، به خاطر این است که دین اسلام مصلحت عموم جامعه رو در نظر میگیرد. الان از شما یک سوال میپرسم، شما حداقل این 10 سال اخیر رو خوب به یاد دارید، درست؟ دقیقاً 5 سال پیش یا 4 سال پیش روزانه یک جوان محصل پوانتون کابل به خاطر موبایلش، به خاطر یک موبایلی که شاید قیمتش $50 است، $30 است یا $60 است، کشته میشد یا نمیشد؟ کاملا قبول دارم. بله استاد. خب الان بله روزانه تقریبا این اتفاق میافتاد. همینا رو حالا بعضیا چی میگن که ناامنی‌ها رو خود طالبا ایجاد میکردن، انتحاری رو که خود طالب میکرد، فلان میکرد، ناامنی رو اونا ایجاد میکردن. آیا دزدیدن همین موبایل ها، تجاوز به کودکان خردسال، امیر خود طالبا نمیکردن، امیر همین مافیایی میکردن که در کابل حاکم بودن. علاگل مجاهد برای خودش یک مافیا بود، نمیدانم شیرزی برای خودش یک مافیا بود و محب برای خودش یک مافیا بود و صالح برای خودش یک مافیا بود، عبدالله برای خودش یک مافیا بود، رئیس جمهور برای خودش چندین مافیا داشت. هر کس به نوبه خودش از مردم هر چی رو که میتونستن چور میکردن. و همون موقع گفتم در یکی از برنامه، گفتم خود ظالم موبایلشو بگیر، پولشو بگیر، حتی لباسش هم در بیار بگیر. بابا یک جوان چرا میکشی؟ چرا میکشین؟ به خاطر یک موبایل یک جوان رو چرا میکشید؟ الان بعد از آمدن امارت اسلامی حداقل همین مافیاگرایی، همین زورگویی، همین پاتک انداختن ها، همین غصب کردن خانه های مردم، خودتان در کابل گشت و گذار میکردید. هر قماندانی با ساختن یک دیوار اسمنتی نصف خیابان عمومی که حق 2 میلیون یا 3 میلیون یا 5 میلیون شهروندی که در اونجا تردد میکردن حق اونها رو ضایع نمیکرد؟ خب الان ما بیایم الان میایم سر اصل مطلب. الان ما بیایم همین حکومت با وجود مشکلاتش، با وجود اشتباهاتش، بیایم بر علیه این قیام بکنیم. بدیل چی است؟ بدیل امرالله صالح است، بدیل سیاف است، بدیل حکمتیار است، بدیل کی است؟ کی رو بیاریم به جای اینا تعیین بکنیم که حداقل شرافت و عزت یک شهروند رو حفظ بکنن؟ شما مثلا ما یک چیزایی رو که واقعیت هاست باید بگیم. امروز در قنصلگری هایی که به دست امارات اسلامی است در سراسر دنیا برید،
عزتتان میکنن، احترامتان میکنن، میشینید یک پیاله چای برایتان میارن، پاسپورتتان را تمدید میکنن، مشکلاتتان را حل میکنن، خود شخص قنصل، نایبش یا به اصطلاح مسئولینش میان میپرسن مشکلاتتان رو. در وقت جمهوریت شما سکرتر دوم و سوم قنصل رو قیامت میشد که اگر ببینید. البته بودن در بینشان انسانهای خوبی بودن، اما یک چیز عام وجود داشت، این بود مثلا قبلا اگر که استخبارات امنیت ملی کسی رو میبرد همون گلمش جمع بود دیگه، فاتحهش خوانده بود. اما امروز میبینیم که مثلا یک سعی میکنن که یک نظامی باشه، یک عدالتی باشه. درست است در بعضی قسمت ها مشکلات خاص خودشان دارن، اما راه حل چیست؟ آیا راه حل این است که دوباره ما کشور رو به هرج و مرج به جنگ بکشیم یا نه صبر بکنیم، نصیحتشان بکنیم، اصلاحشان بکنیم؟ خب نصیحت خیلی شما بزرگان هستید خیلی نصیحت میکنن، اما مهم اینجا جناب استاد یک چیز دیگه است. مهم اینجا نابودی اسلام است. شما باور به خدا کنید که کاری که در 3 سال طالب میکنه در برابر اسلام شاید آمریکایی در 20 سال نکرده باشه در افغانستان. به خاطر که من خودتان شاهد هستین استاد، خیلی جوانا رو میبینم که دارن بی خدا میشن، از دین بیرون میشن به خاطر همین قوانین سختگیرانه، به خاطر یک تعداد چیزا. ببینید برادر عزیز، الان ببینید درست، الان در وقت جمهوریت آزادی هم بود، آزادی بیانم بود، رسانه هام بود، دموکراسی هم بود، کارم بود، اقتصادم بود، همه چیز بود. در همون وقت هم خود جوانای ما مهاجر می شدن، در مرزهای ترکیه، در یونان غرق می شدن، در اروپا و آمریکا رفته مسیحی می شدن، مگر در اون وقت نمی شدن؟ شاید امروز یعنی در بین جوانها به خاطر بیکاری، به خاطر مشکلات اقتصادی، به خاطر بعضی از قوانین سختگیرانه، شاید یک موجی از دوری از اسلام یا دوری از یعنی چطور به شما بگم، دوری از اعتقاد به وجود آمده باشد. اما امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی دولت مردای افغانستان رو هدایت بکنه تا به این مسائل توجه بکنن. اما مشکلی از جناب استاد، ما آینده افغانستان بر فعل ایران یک پیش بینی میکنم، اگرچه سنم کم هستم به این کارا نمیرسم، اما آینده افغانستان به ایران فعلی پیش بینی میکنم. چون ما خودم در تهران بودیم، از هر 100 نفر استاد میکنه 95 تازی با قرآن، پیغمبر، قرآن، خدا. خب من اینو قبلا گفتم برادر عزیز، قبلا این رو در یک برنامه حتی یک از مسئولین امارات اسلامی آمده بود، همینایی که کمیته درست کردن که برگردانن به اصطلاح شخصیت‌های مهمی که هستن در خارج، در یک جلسه آمده بودن. خلاصه دعوت به این بود که بیایید برگردید به وطن خدمت بکنید فلان و این مسائل. در اونجا صراحتاً گفتم و در برنامه هم بارها گفتم که آیا ما شاهد یک ولایت فقیه دیگری در افغانستان به شکل سنی آن هستیم که یک شخصی خودش رو نماینده خدا بداند و به نام خدا تصمیم بگیرد و همه مردم بدون چون و چرا باید حکم او را قبول بکنن؟ آیا ما شاهد همچین یک حکومتی هستیم؟ اگر شاهد همچین یک حکومتی باشیم و اگر طالبا بخواین که همچین یک حکومتی رو در افغانستان پیاده بکنن که به زور و به جبر باید آنچه که خودشان فهمشان و اجتهادشان از دین هست رو بالای مردم به زور بقبولانن، بله حرف شما درست است. ما بعد از شاید 10 سال 20 سال شاهد یک دینگریزی شدید و زیاد در افغانستان مانند ایران باشیم. در ایران بارها گفتم در برنامه، بعد از 40 سال جمهوری اسلامی امروز مردم ایران بیدین ترن، مردم ایران دینگریزن. در اروپا، در آمریکا میبینیم که به چه وضعی تا پایشان به اونجا میرسد، از کل به اصطلاح آثار اسلام خودشان رو عاری میکنن. من حتی یک خواهری رو دیدم که بسیار حجاب بدی پوشیده بود، در حالی که از خواهرانی بود که شیعه بود، هدایت شده بود. بعد اعتراض کردم به ایشان، گفتم که ببینید یعنی شما الان هدایت شدید، موحد شدید، شما حداقل باید الگو نمونه باشید. این چه سر و وضعی است که برای خودت درست کردی؟ گفتم راستش رو بگم، گفت منم راحت نیستم با این لباس، اما از اون لباس و از اون چادری که اون بسیجی و اون آخونزاده و اون طرفدار نظام میپوشه متنفر شدم. ببینید طرف دیندار است، موحد است، اما از لباس اونها متنفر است، چون نمیخواد لباس اونها رو بپوشه که مردم چی فکر بکنن، که این
به اصطلاح حزب اللهی است یا این از بسیجی است یا این طرفدار نظام هست. مردم به خاطر همین حتی نمیخوان که امرنگ و مانند افرادی باشن که در نظام هستن. به خاطر چی؟ به خاطر که از این نظام متنفرن. حالا یکی در درونش انسان خوبی است اما ظاهرش نشان میده که از این نظام متنفر است و بعضیا متاسفانه فکر میکنن که اینها نماینده اسلام هستند و این همان اسلامی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده بود، این همان اسلامی است که الله متعال در قرآن برای ما بیان کرده. پس از اسلام و از قرآن و از سنت و از پیامبر و از دین و از همه چیز متنفر میشن و متاسفانه اگر این دیدگاه رو اصلاح نکنن، به طور مثال ممنوع کردن کتاب، این خیلی یک فکر ابتدایی است. امروز مثلا به طور مثال من یک موضوعی بود که انشالله در برنامه هفته آینده شاید در موردش صحبت بکنم، به جایی برخوردم نیاز پیدا کردم به کتاب انجیل، به تورات و در کتابخانه کتاب انجیل و تورات نداشتم. یکی از دوستان، یکی از علما، یکی از مفسرین قرآن بهش گفتم قضیه رو، گفت من اتفاقا تورات انجیل دارم، گفت کتاب مقدس دارم، گفت من برات میارم. ایشون استاد تفسیر است. گفتم شما چی میکنی این کتاب رو؟ گفت گاهی اوقات مثلا مسائل خلقت انسان، مسائل بعضی احکام رو در قرآن که میخوام تفسیر بکنم یک مروری هم بر تورات و انجیل میکنم که ببینم که در کتابای گذشته چی آمده در این مورد. یعنی ممنوع کردن یک کتاب در یک جامعه این دیگه الان وقتش نیست. الان وقت این حرفا گذشته. دقیقاً دیروز کتاب توحید دانلود کردم، امروز یک باب خواندم و از این بابات خواندم میرم و چیزی که شما گفتین من یک باب یک چیز دیگه پیدا کنم، یک اشکالی و میخوام بیایم مستقیم به خودتان بگم. من دقیقاً امروز یک باب خواندم و ان شاء الله تلاش میکنم کم کم بخونم این کتاب. و اگر کمی کسی پیدا کردم این خودتان مسئولیت داره، خودتان چالش داده بودید که بغیر از قال الله و قال رسول نیست چیز دیگه. من امروز کدام مشکل پیش شد حتما به خودتان رجوع میکنم جناب. حتی کتاب توحید، ببینید کتاب توحید با وجودی که قال الله و قال رسول داره در او، در کتاب توحید اشتباهات هست، چون این محمد ابن عبدالوهاب یک انسان بوده، اشتباه کرده. در کتاب کشف شبهاتش، در بقیه کتابهاش، در رسائلش، در بعضی جاها تشدد داره، در بعضی جاها تندروی داره، در بعضی جاها بعضی مسائل رو اشتباه حتی کرده، در بعضی کتاباش احادیث ضعیف رو حتی بهش استناد کرده. فکر نکنید که محمد ابن عبدالوهاب پیغمبر بود، معصوم است، خلاص هر چی گفته درست است. نه، محمد ابن عبدالوهاب هم اشتباه کرده. نه اینجا بس حرف شما بود که شما یک گپی زدین و من با حرف شما قبول کردم و مورد تایید گذاشتم. با جناب استاد یک سوال کوتاه دیگه میکنم از حضورتون مرخص میشم. سه تا شد. سه تا شد. برای من مشکل نیست، اما بینندگان زیادی پشت خط هستن و شاید یعنی بعض دوستان خوششان نیاد، یعنی شکایت میکنن، بعدم پیام میفرستن میگن شما به یک نفر زیاد وقت میدید، ما اصلا به ما نوبت نمیرسد. بفرمایید آخرین سوالتون رو بیان کنید. استاد بزرگوار، همیشه ما شنیدیم که ریش یک قبضه سوی یک قبضه. همین سوالو از خودتان پرسان میکنم، ریش خودتان چرا یک قبضه نیست؟ من این را در یک برنامه توضیح دادم، اتفاقا در 2 برنامه، کلیپش هم در یوتیوب هست، برید نگاه کنید. آنچه که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است یک قبضه است. آیا ریش محمد انصاری به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم برابر هست؟ نیست. من مثل کسانی نیستم که ریشش کوتاه میکنه بعد میاد توجیه میکنه میگه که والله ریش منم به سنت برابر است. نه، به سنت برابر نیست. پس ویدیو وجود داره، برام پیداش کنم ببینم استاد. بله. تشکر. سلامت باشید. خوش داشته باشین. سلامت. سپاسگزارم. السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. استاد عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله که جور سعادتمند باشید. خدا رو شکر که جواب دادید. استاد عزیز، ما بسته هفته منتظر برنامه شما هستیم که ما سوالات شرعی خدا بکنیم. یعنی برادر ما هر بار که میآید بیخی که شما یک اینترویو میگیره، یک اینترویو میکنه و 4-5 سوال میکنه، تقریبا نیم ساعت برنامه را میگیره. ما روز سه شنبه میخواستم که تون این باره گپ بزنم دیگه، متاسفانه که رخ نکرد. بله، بفرمایید. ازشان خواهش میکنیم که یک ذره نزاکت مراعات کنیم. اینجا کل مردم منتظر هستن که سوالای شرعی خود از شما پرسان کنن. و دومش از این که گفتن که در مسجد میره و ملا ازشان
پیسه میخواه و از مسجد گریزان شده فلان و بسمدان. در هر مسجد من خودم در آلمان زندگی میکنم استاد عزیز، اما تمام زندگی من در افغانستان تیر شده. در اینجا مسجد هایی که هستن روزای جمعه میگن که مثلا اگر بل برق اضافه شده یا از مرکز گرمی اضافه شده واضح میگن، همچنان که در بیرو همو چیز به صدقه ماندگی است، هر از هم میگن که اینقدر سرما بل اضافه آمده کمک کنین، به خاطری که مسجدتون همو جایی است که همونجا نماز میشه، فاتحه میشه، ختم میشه، اگر جنازه میشه، هر چیزی که میشه آدم مربوط از همون مسجد میشه، از همونجا کل چیز از همونجا مایا میشه. فقط دو سوال کوتاه داشتم، بفرمایید. باز ما قطع میکنم شما دربارش گپ بزنید. در آلمان نماز جمعه 2 رکعت فرض میخوانند، ما که در افغانستان بودیم 4 سنت میخوندیم، باز 2 فرض پشت ما میخوانیم، باز 4 سنت، باز 2 سنت میخوندیم که تقریبا که جمله 12 رکعت میشه، 10 رکعت سنت و 2 رکعت فرض میشه. در این باره بگویید که درست است یا اشتباه است. و دومی که امروز در مسجد عربا گفتن که شروع ماه شعبان است، متاسفانه عربی ما خوب نیست. در عربی از فضیلتاش گفتن که در این ماه مبارک رمضان محمد صلی الله علیه و سلم زیاد ذکر میکرد و فکر خدا کنه غلط نفهمیده باشم و آمادگی میگرفتن با ماه مبارک رمضان. اگر دمیام یک ذره معلومات بتین از فضیلت‌های از این ماه بگوین دیگه. از شما یک جان تشکر، وقت خوش براتون میخوایم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسیار خوب برادر عزیز، در مورد این مسائل صحبت میکنیم. ببینید، در اصل در نماز جمعه شما وقتی که وارد مسجد میشید، چه در نماز جمعه و چه در هر نماز دیگری که باشد، اصل بر این است که وقتی وارد مسجد میشید 2 رکعت تحیه مسجد میخوانید. 2 رکعت تحیه مسجد میخوانید، حتی اگر امام در حالت خطبه هم باشد. میدانید که در حالت خطبه سخن گفتن، حتی اگر کسی داره حرفی میزنه، عملی انجام میده، او را منع کردن، همه اینها جایز نیست. شما فقط گوش میکنید به خطبه، چه متوجه شوید چه متوجه نشوید. این به اصطلاح از شروط گوش دادن به خطبه در روز جمعه است که خیلی از عزیزان متاسفانه به این توجه نمی کنند. در وقت خطبه موبایلش رو باز میکنه، پیام ها رو چک میکنه، حتی با بغل دستیش صحبت میکنه و این از عدم آگاهی است. این رو باید، حتی اگر دیدید که مثلا در مسجدی از جوانها کسی همچین اعمالی انجام میداد، بعد از اینکه نماز جمعه تمام شد دستشو بگیرید، یک گوشه ببرید، به او بگید که رسول الله صلی الله علیه و سلم از لغو، یعنی از هر گونه سخنی و عملی در اثنای خطبه منع کردن، الا اگر کسی که حاجت اضطرار شدید داشت از مسجد خارج میشه، حاجتش رو انجام میده. 2 رکعت نماز تحیه مسجد میخوانید، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که وقتی شما وارد مسجد میشید، برای هر نمازی باشه، برای هر چیزی که باشه، وارد مسجد میشید، اگر اوقات ممنوع نباشه شما 2 رکعت نماز باید بخوانید، بعد از اون بنشینید. هیچ نمازی قبل از جمعه و بعد از جمعه در اقوال صحیح علما نیامده است که حتما شما باید 2 رکعت، 4 رکعت، نمیدونم 6 رکعت قبل و بعد و اینا رو بخوانید. یعنی در چارچوب نماز جمعه همچین چیزی نیامده است که این جز شروط نماز باشد که شما حتما این را انجام بدید. و بعضی از علما گفتن که مثلا 2 رکعت، اصل سنت بر این است که نمازهای نفل باید 2 رکعت خوانده شود. اصل سنت بر این است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میگن که نماز شب و نماز روز، یعنی نوافلی که در شب و روز میخوانی، مثنى، یعنی 2 رکعت بخوانید. وارد مسجد شدید، امام هنوز خطبه را شروع نکرده، 2 رکعت تحیه مسجد خواندید، نشستید، ذکر کردید، قرآن خواندید، بلند شدید 2 رکعت دیگه خواندید، بعد از اون 2 رکعت دیگه خواندید، بعد از اون 2 رکعت دیگه خواندید، 10 رکعت بخوانید، 100 رکعت بخوانید. این نمازهای نفل است، عدد خاصی برایش تعیین نشده، ولیکن انسان خود رو مقید به این یک عددی کردن، این هم درست نیست. در اقوال صحیح جمهور علما من بیان میکنم. بعد از نماز جمعه خلاص شد،
مردم آهسته آهسته از مسجد دارن خارج میشن، وقت ممنوع نیست شما 2 رکعت بشه 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت 10 رکعت بخوانید. نماز نفل ثواب داره. فقط بعد از نماز عصر و بعد از نماز صبح، بعد از فرض صبح و بعد از فرض عصر که وقت ممنوع است، وقت طلوع آفتاب، وقت غروب آفتاب، تا که آفتاب طلوع بکنه تقریبا چیزی 1 ساعت بعد از پایان نماز صبح، که حالا در بعضی از مذاهب فرق میکنه، در مذهب حنفی حدود نیم ساعت باشه، در مذهب حنبلی حدود 1 ساعت باشه، که نماز اشراق رو میخوانید که بعد از اینکه آفتاب طلوع کرد 1 نیزه تقریبا از مشرق بلند شد، شما نماز اشراق رو میخوانید. بعد از اون تا نماز ظهر هر چقدر نمازی که وقت داشتید بیکار بودید بشینید بخوانید. یک چیزی تعیین نکنید. یک مشکل در عبادت این است که انسان یک چیزی رو تعیین بکنه بعد خودش رو بر او مقید بکنه. در بعضی از مساجد یا در بعضی از فقها، مثلا خاص بعد از علما بگم فقها نه، که گفتن که نماز جمعه چون یک سری شرایط خاصی داره و باید در مسجد جامع باشه و در مرکز شهر باشه و فلان باشه، یک سری شرایطی گذاشتن، بعد احتیاطاً شما بعد از نماز جمعه 4 رکعت نماز ظهر رو بخوانید. و این قول غلط است. مادامی که نماز جمعه رو خواندید، نماز ظهر از شما ساقط شده است، تمام، بر اساس قول رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما در مورد نمازهای نوافل هر چقدر که میتوانید بخوانید و انشاءالله اجر و پاداش خاص خودش رو داره. در مورد ماه شعبان که 1 ماه قبل از رمضان است، در حدیث صحیح در بخاری است که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصوم حتی نقول لا، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کان یصوم حتی نقول لا یفطر، اینقدر روزه میگرفت که ما فکر میکردیم که دیگه اصلا افطار نمیکنه. و یفطر حتی نقول لا یصوم، بعضی اوقات اصلا روزه نمیگرفت، ما فکر میکردیم که اصلا روزه نمیگیره. و ما رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم استکمل صیام شهر الا رمضان، ما ندیدیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ ماهی رو کاملا روزه گرفته باشه مگر ماه رمضان. و ما رأیت اکثر صیاما منه فی شعبان، و بیشتر در ماه شعبان پیامبر صلی الله علیه و سلم چیکار میکردن؟ روزه میگرفتن. روزهای دوشنبه، روزهای پنجشنبه، روزهای 13 و 14 و 15 و 1 روز در میان، یک نوع استعداد و آمادگی برای ماه چی است؟ ماه رمضان که بعد از ماه شعبان میاد. در حدیث دیگری که در حدیث صحیح است در ابو داود روایت است که کان احب الشهور الی رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یصومه شعبان ثم یصله برمضان، پیامبر صلی الله علیه و سلم در از ماهایی که دوست داشتن که بیشتر در روزه بگیرن ماه شعبان است. بعد از اون رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیث دیگری می‌فرمایند که شعبان شهر یغفر الناس عنه بین رجب و رمضان، شعبان ماهی است که مردم بین رجب و رمضان از او غافل میشن و به خاطر همین عبادت کردن، ذکر کردن، تلاوت قرآن کردن، یک نوع تمرین و آمادگی برای رمضان گرفتن، این سنت است که انسان این گونه عمل بکند. اما کامل ماه شعبان رو روزه گرفتن جایز نیست. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که غیر از ماه رمضان هیچ ماه دیگری رو کامل روزه نمی گرفتن. ذکر الله سبحانه و تعالی را کردن، قرآن کریم خواندن، نمازها رو زیاد خواندن، روزه گرفتن، اینا یک نوع تمرین و آمادگی میشه برای انسان برای ماه رمضان. خاصتا مثلا کسانی که زیاد مثلا چای، قهوه و اینجور چیزا استفاده میکنن، میدونید که یک دفعه اگر روز اول رمضان به اصطلاح روزه بگیرن، کسانی که خواستن معتاد باشن به قهوه و این چیزا، ببینید که روز اول و دوم و سوم دیگه دیوانه هستن، سر درد و خلاصه سرگیجه و اینا. به همین دلیل انسان سعی کنه در ماه شعبان خودش رو آماده بکنه برای روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان و یعنی کدام عبادت خاصی رو که پیامبر صلی الله علیه و سلم تعیین کرده باشن، همچین روایتی ما نداریم.
اما روزه گرفتن و ذکر کردن، قرآن کریم خواندن در همه ماها و بیشتر در ماه شعبان مطلوب است که انسان انجام بدهد. این تماس رو بگیرم بعد یک مطلبی در مورد مساجد انشاءالله صحبت خواهم کرد. سلام علیکم، بفرمایید. سلام خدمت شما استاد انصاری بزرگوار. یه سوالی داشتم خدمتتون. خواستم ببینم پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه پیامبری مبعوث بشن دینشون چی بوده؟ آیا ایشون مثلا به بت‌ها سجده کردن یا حاجتی خواستن؟ اگه توضیح بدید خیلی ممنون میشم. متشکرم. باشه، در این مورد صحبت میکنم. تشکر. ممنون. خدا ما در خود مکه و ما حول مکه، حتی در طائف، در مدینه، در جزیره العرب عموما، حتی در بین مسیحیانی که در شام و در روم و در این مناطق زندگی میکردن، اصلا در کل دنیا قبل از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث بشه همه مشرک نبودن، همه کافر نبودن، همه به الله سبحانه و تعالی معبودان دیگری رو شریک نمی آوردن. عده‌ای بودن که به اینها میگفتن که اینها دینشون دین ابراهیمی است. از جمله این اشخاص مثلا عبدالمطلب رو ذکر میکنن که همچین دینی داشت، مثلا ابوبکر صدیق رو میگن، در بعض از روایات ابو طالب رو میگن که اینها اعتقاد داشتن به الله واحد و یگانه، اعتقادی به بت‌ها نداشتن، اعتقادی به لات و منات و عزا نداشتن. حتی میگن که عبدالله پدر رسول الله صلی الله علیه و سلم، آمنه مادرشون، خدیجه رضی الله تعالی عنها و زیاد بودن افرادی که در بین مشرکین مکه زندگی میکردن اما به اینها میگفتن ابراهیمی، یعنی اینها پیرو همان اعتقادات حنیف و پاک ابراهیمی بودن. چون میدونیم که ابوالموحدین، پدر موحدین، کسی که با شرک و بت پرستی مبارزه کرد، ابراهیم علیه السلام بود و بنای خانه کعبه و اساس توحید رو در جزیره العرب ایشان گذاشتن. همون اعتقادات توحیدی که چه در یهودیت بود چه در مسیحیت بود و قبل از آنها دین یعقوب و یوسف و ابراهیم و هود و صالح و نوح و همه پیامبران شعارشون چی بود؟ توحید و یکتاپرستی بود. دینشون اسلام بود. همه پیامبران دعوتشون دعوت توحید بود و اگر ما در قرآن کریم این رو بررسی بکنیم، من خدمت شما فقط این آیات رو بیارم. همه پیامبران دینشون چی بود؟ اسلام بود و دعوتشون توحید بود. الله سبحانه و تعالی مثلا در سوره نحل آیه 34 ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما برای هر امتی پیامبری رو فرستادیم که دعوتش چی بود؟ الله را عبادت کنید و از طاغوت، یعنی کسانی که غیر از الله یا چیزهایی که غیر از الله پرستیده می شود دوری بکنه. در آیه 25 سوره انبیاء و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. ما قبل از تو هیچ پیامبری رو نفرستادیم مگر که دعوتش این بود که هیچ معبودی شایسته عبادت نیست غیر از الله سبحانه و تعالی، پس الله سبحانه و تعالی را بپرستید. در سوره زخرف میگه و ارسلنا من قبلك من رسل اجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون. ما قبل از تو پیامبرانی رو فرستادیم که یعنی هیچ وقت نگفتیم غیر از الله سبحانه و تعالی، غیر از رحمان شما معبودان دیگری رو بپرستید. پس همه انبیاء الهی، همه رسولان الهی دعوتشون دعوت توحید بود و اینطوری نبود که این دعوت به کلی نابود شده باشه. مثلا در بین مسیحیانی بودن که به همان دعوت پاک عیسی علیه السلام بدون اینکه عقیده صلیب و تثلیث و خدایان سگانه و چیزای اعتقاد داشته باشن وجود داشتن حتی تا زمان رسول. حتی میگن برقه بن نوفل که دایی خدیجه رضی الله تعالی عنها بود، از جمله همین مسیحیانی بود که موحد بود، یکتاپرست بود. در بعض روایت تاریخی این رو میگن. پس در مکه خانواده‌هایی، حتی انسان‌هایی وجود داشتن که موحد بودن، یکتاپرست بودن، به بت سجده نمی‌کردن. مثلا خانواده ابو طالب، علی رضی الله تعالی عنه، ابوبکر صدیق، خیلی از صحابه بودن که حتی در قبل از اسلام هم
به بت‌ها سجده نمی‌کردن، به بت‌ها نظر و نیاز نمی‌کردن و اون اعتقادات شرکی رو نداشتن. و من جمله شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که به هیچ بتی سجده نکردن، به هیچ بتی نظر نکردن، هیچ وقت غیر از الله سبحانه و تعالی نخواستن، حتی در قضیه مکارم اخلاق. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم نمونه ای از مکارم اخلاق قبل از بعثتشان بودن که در کتب سیرت شاید خوانده باشید در تاریخ که به نام محمد امین معروف بودن در مکه. هرگاه مظلوم و ستم دیده یک جایی می‌خواست به کسی پناه ببره به رسول الله صلی الله علیه و سلم پناه می‌برد. چرا؟ چون با وجود اینکه قدرت نظامی و سیاسی چندانی در مکه نداشتن، اما از کمک و یاری به مظلومان و ستم دیدگان دریغ نمی‌کردن. اخلاقشون، شرمشون، حیایشون، راستگوییشون، امانتداریشون زبان زده خاص آن بود و این الله سبحانه و تعالی از بین بندگانش، از بین خواص بندگانش رسولانش رو اختیار میکنه، انتخاب میکنه و این ویژگی و صفات نیکی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت هم داشتن. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. استاد انصاری بفرمایید برادر عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد انصاری عزیز، من اهل افغانستان هستم، نزدیکای ولایت فرا. بسیار خوب. بعد 7 سال ترکیه آمدم، خانواده هم دارم، یعنی از نظر چیز میپرسم که یعنی مشکلی که ندارم، زن و بچه هم دارم، یعنی قبلا قرضدار بودم اما قرضدار فعلا نیستم، اونجا کاربار ندارم. اگر برم مسلما دوباره همون قرضداری و کاربار نیست. 7 ساله و خودم هم بسیار دیخ شدم و او کاری هم که لازم از زن و بچه هم که خیلی لازمه او هم هسته. چی کنم؟ بعضی هم میگه مثلا به خدا توکل کن، توکل که همه ما و شما داریم. بله. این مثلا برم یا نرم چجوری؟ اگر یک توضیح بده ممنون میشم. ببین برادر عزیز، یک موضوع رو خدمت شما بیان بکنم. شاید الان مثلا شما پسر عمو، پسر دایی، قوم خیش مانند شما مردان زیادی در ولایت فرا هستن که پیش زنش هست، پیش بچهش هست، همونجا با کاری با یک وظیفه‌ای که انجام میده، یک چیزی بخور نمیری به دست میاره، زندگی میکنه. درست؟ شما 7 سال از اونها دور بودید، از زن و بچه‌تون دور بودید. الان خودتان رو با اونا مقایسه بکنید. الان شما مثلا فکر بکنید که 25 ساله بودید ترکیه آمدید، 7 سال گذشت، الان شدید 32 سال. 8 سال بعد دیگه دوران جوانی میگذره و دوران پیری میاد. نه از زندگیتان لذت بردید، نه از فرزندانتان لذت بردید، نه از همسرتان لذت بردید، نه از وطن لذت بردید. بعد از اون الله متعال حفظتان کند، صحت و سلامتی نصیب بکند، بعد از سن 40-45 سال ببینید که مرض شکر رو میاد و مرض معده میاد و مرض فشار میاد و 1001 دردی در وجود انسان میاد. بعد از اون شما نه از زنتون لذت میبرید، نه از فرزندتان لذت میبرید، نه حال و حوصله برایتان میماند. مادامی که یک چارقرانی در دستتان دارید، قصددار نیستید. این نظر شخصی من است، این حکم شرعی نیست، فتوا نیست. به نظر من بهتر این است که برید در کنار فرزندانتان، در کنار همسرتان زندگی بکنید. پدر که در یک خانه نباشه فرزند خوب تربیت نمیشه. خاصا فرزندی که از سن 7 سال 8 سال به بالا شد دیگه گپ مادر رو گوش نمیکنه. این خاصا در وطن ما که دیگه این رایج است. پدر که در خانه نباشه فرزند بی‌بند و بار به اصطلاح بزرگ میشه. یعنی از نظر روزی استاد انصاری عزیز، از نظر روزی همین رزقی که فعلا اینجا در میارم، مثلا اونجا همین روزی رو مثلا من یک کارباری بگیرم، یعنی همین رزق در میاد، یعنی روزی من همین قدره. یعنی از نظر دینی میپرسم اینو میخوام. ببینید روزی این نیست که یک چیز مشخص شده باشد برای شما که حتما شما ماهانه $100 این رزق و روزی شماست. متوجه شدین؟ این فکر اشتباهی که خیلی از مردم دارد. الله سبحانه و تعالی میفرماید که فی السماء رزقکم و ما توعدون. رزق شما در آسمان است. ذکر زیاد کردید، راستگو بودید، تلاوت قرآن کردید، عبادت ها رو سر وقت انجام دادید، الله سبحانه و تعالی رزق روزیتان را زیاد می کند.
از جمله اعمالی که رزق و روزی رو زیاد میکند خدمت پدر و مادر است. رزق و روزی انسان رو زیاد میکند. دعا کردن، ذکر کردن رزق و روزی رو زیاد میکند. و رزق و روزی انسان سعی و تلاش بکند در هر جایی که باشد به او میرسد. امروز شاید در همون ولایت فرا، روزی که شما به طرف ترکیه آمدید، کسانی بودن که نان خوردن نداشتن، امروز تجارت میکنن. درست است؟ و کسایی بودن که تاجر بودن، رفتن خارج افغانستان، امروز دنان شب و روزشان بند موندن. پس این نیست که رزق و روزی فقط در ترکیه است، در افغانستان نیست. رزق و روزی انسان، اگر انسان توکل به الله سبحانه و تعالی بکند و سعی و تلاش بکند، در هر جایی که باشید رزق و روزیتان را الله متعال میرساند. لیس للانسان الا ما سعی. به اندازه سعی و تلاشتان رزق و روزیتان را الله سبحانه و تعالی میرساند. مثلا تا این وقت موندم، خانمم بگه تو 5-6 ماه دیگه هم بمون، عیب نداره، من راضیم. 5-6 ماه دیگه بمون، بعد یه دفعه بیا یه کاربار جور میشه. اگر آقا بیا یه کارباری که ما هدفم است درست نمیشه، یعنی از نظر شرعی طلاق که نمیشه خانمم؟ نه طلاق نمیشه. منتها یعنی خوبی این است که بیشتر از 4 ماه، حالا کسی که مهاجر است حداقل سال یک بار یعنی پیش خانوادهش بره. اما میدونم که شما مثلا در کشوری هستید که بله میدونم شما اگر یک باری که رفتید دیگه نمیتوانید بیاید. به خاطر همین یک 4-5 ماه دیگر هم که مادامی که همسرتان راضی است کار بکنید، پولتان رو جمع بکنید، ولخرشی نکنید، بعد از اون برید سر خانه و زندگیتون. و یک نصیحت دیگر هم به خانواده ها میکنم که مادامی که یکی از عزیزان شما در خارج از کشور زحمت میکشه، شب و روز در یک کارخانه کار میکنه، شاید جای خوابش جایی باشه که اصلا یعنی قابل تصور نباشه، شاید زیر دست انسانهای ظالم، بد اخلاق، با چه یک وضعیت بدی کار میکنن. پس شما وقتی که اونها پولی برایتان میفرستن، بدانید که این پول با رنج، با زحمت، با مشکلات پیدا شده. در مصرفش بعضیا هستن پدر بیچاره یا برادر یا قوم خیشی در بیرون کار میکنه، برایشان پول میفرسته، اونا بهترین لباس میپوشن، بهترین غذا میخورن، فکر نمیکنن که اون پدر بیچاره در اونجا با چه وضعیت. شاید روزای سر شما آمده باشه در مهاجرت که از صبح تا شام چیزی نخورده باشید، مشغول کار بودید. بله. پس به خاطر از نظر دینی ثواب دار. من خودم قاری قرآن هستم، نه که حافظ باشم، قاری هستم، اما مثلا کار خراب نکنه آدم، فقط نفقه زن و بچه هدف آدم باشه، این ثوابی هست. بعضیا میگن مثلا مثل جهاد است. بله، در حدیث صحیح هست، در حدیث صحیح است که مردی که از خانه میره بیرون و زحمت میکشه و غذای حلال برای فرزندانش و خانوادهش تهیه میکنه، مانند مجاهد فی سبیل الله هست. الحمدلله رب العالمین. سلامت باشید برادر عزیز. تشکر میکنم. الله متعال. خیلی خوشحال شدم با شما. من خیلی دنبال میکردم و بعد همیشه برنامه زنده شما رو دیدم. سلامت باشید. تشکر میکنم. الله متعال. خدا نگهدار. موفق. سلامت باشید. بیننده عزیز از افغانستان، سلام علیکم، بفرمایید. آقای معروفی بفرمایید. ایشون مثل این که صدای ما را از طریق تلویزیون میشنیدن. بیننده عزیز سلام علیکم از تاجیکستان، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد دو سوال دارم اگر اجازه باشد. بفرمایید. استاد این ما در مکتب‌های تاجیکستان تحصیل می‌کنیم. بله. وقتی معلم استاد از درس می‌داره همه از جا می‌خیزند. بعضی گفتن این کاری درست نیست، از جا خستن نزدیک معلم و نزدیک استادان. هم بهش چی بود استاد؟ والله بگیم که کدام گناه کبیره است، کدام عمل زشت است نیست. یعنی از جمله عادت‌هایی است که در بین عرب نبوده، و اما در بین اهل فارس میگن این عادت بوده که برای بزرگان بلند میشدن و منعی در اسلام وجود ندارد که مگر اینکه انسانی
خودش به خاطر تفاخر و تکبر و به خاطر غرور و به خاطر این مسائل بگه که باید حتما مردم جلوی من بلند بشن. این درست نیست. این غرور و تکبر عمل زشتی است که الله سبحانه و تعالی نمیپسنده. اما به عنوان احترام به معلم شاگردان از جا بلند میشن، این کار بدی نیست، گناه نیست. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد از اینکه فکر کنم سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه زخمی شده بود در جنگ، بعد از جنگ احزاب بود، وقتی که ایشون داشت می اومد، پیامبر صلی الله علیه و سلم خطاب به انصار گفتن که قوموا الی سیدکم، بلند شید برای سردارتان. پس همه صحابه‌ای که در اونجا بودن از جا بلند شدن به احترام سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه. از این روایت بعضی از علما این برداشت رو میکنن که بلند شدن در مقابل علما، بلند شدن در مقابل اهل علم، در مقابل حافظان قرآن، در مقابل کسانی که اهل تقوا و پرهیزگاری هستند، در مقابل اینها یا اهل علم هستند، از جا بلند شدن اشکال شرعی ندارد. یک نوع احترام است. در بعضی از دعوتگران شنیده بودن که این بدعت است و در بعضی معلمان نخی از این خیلی بسیار گپ شنیده استاد جان. نه یعنی بعضیا افراط میکنن در این مسئله، اشکال شرعی ندارد. یعنی طرف سجده نمیکنه و رکوع نمیکنه و فقط وارد میشه به خاطر احترامش از جا بلند میشه، مشکل شرعی نداره. شده یک سوالی دیگه استاد، یک در نزد ما نزدیکیم دکانی ما یک پیرمردی هست که از این نصرانی با طلبنده است استاد. ما کم کم مثال صدقه میدادیم یا مثلا خورگوده. یک روز دیدم که اون پیرمرد شراب می در جای اشتاش. درست. من گفتم با دادن صدقه ما مثلا گناهکار میشویم یا نمیشویم. بعضی گفتن که هوا خنک است، این برای گرمسازی شراب استعمال میکند. به هر دلیلی که استعمال بکند، انسانی که اهل فساد و منکرات باشد و این پولی که حالا مثلا یکی از مخارج زکات این است که للمؤلفة قلوبهم، مثلا برای کسایی که امید این می رود که دلگرم شوند به اسلام، با اونا داده شود. اما یک انسان فاسق فاجری که هیچ احتمامی نه به دین دارد و هیچ امیدی هم نیست که مسلمان شود و احتیاج هم ندارد، با او دادن زکات و صدقه جایز نیست، مگر اینکه امید این می رود که این عمل شما سبب دلگرمی او و مسلمان شدنش شود. پیرمرد مثلا معیوب است استاد، دیدم شراب نوشید، گفتم من صدقتی هم یا نتی هم استاد پرسان چی میگم. یعنی ببینید از مال زکات برای انسان‌هایی گفتم که مثلا شما برید نصیحتش بکنید، بگید که این ضرر دارد و بعد از اینکه نصیحتش کردید و فضایل اسلام رو گفتید، ضررهای شراب رو گفتید، بعد مقداری از پول زکات برای او بدهید که دلگرم شود به سوی دین، این جایز است. اما اگر استمرار کرد به این چیز، در اون صورت بهتر این است که به یک مسلمانی که محتاج هست و نیاز دارد با او کمک بکنید. استاد جان سلامت باشید حضرت. سلام و رحمت الله و برکاته. در مورد ساختن مساجد، آباد کردن مساجد، خدمت کردن به مساجد، الله سبحانه و تعالی در سوره توبه می‌فرماید که انما یأمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. مسجدها را کی بنا می‌کند؟ اعمار یا یأمر مساجد که در اینجا بیان میشد، تنها نیست که مسجد رو بسازید، مسجد رو فرش کردن، در مسجد مصحف گذاشتن، مسجد رو همیشه در مسجد بودن، نماز خواندن، خدمت کردن، تمیز کردن، همه اینا داخل میشه. کسانی میگه این کار رو میکنن که ایمان به الله و روز آخرت داشته باشن. یعنی یک از صفات و ویژگی های مؤمنین این است که به مساجد الله سبحانه و تعالی اهتمام داشته باشن و توجه داشته باشن. و این رو به خاطر این سوالی که لحظات قبل برادر عزیزمون پرسیده بودن خواستم که خدمت شما عزیزان بیان بکنم که این یکی از صفات مؤمنین است. آقای سمیم بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امید که جور صحت سلامت باشید استاد گرامی. سلامت باشید برادر عزیز. استاد گرامی یک سوال داشتیم با معذرت. بفرمایید. نظر خودتان درباره شیخ استاد عبدالظاهر دایی نظر داشتید؟ قبلا من در مورد ایشان صحبت کردم. جناب استاد دایی الله مطالب سش بکنه، یکی از دوستان، یکی از بزرگوارانی که یعنی یکی میشه گفت یکی از همکاران ما محسوب میشدن، از راه دور در شبکه وصال برنامه هایی داشتن. حتی در بعضی از رمضان ها هر روز رمضان ما یک قسمت از درس های ایشان را که خاص برای ما ثبت کرده بودن پخش می کردیم. اما در بعد از آمدن امارت اسلامی یک تغییری در ایشان ایجاد شد و بعضی از فتاوایشان، بعضی از صحبتهایشان که حقیقتاً بوی تکفیر از او میاد. یعنی شخصیت مثل استاد دایی باید خیلی دور می بودن از این تشدد و از این افکار افراطی که جوانها را به سوی داعش و به سوی فکر تکفیری و به سوی فکر خارجی میکشاند. به خاطر همین یعنی حقیقتش ما از طرق غیر مستقیم اکنون ارتباطی با ایشان ندارم، برایشان پیام فرستادیم و گفتیم که جناب استاد یعنی این صحبت‌های شما سبب میشه که یک نوع فکر افراطی در بین جوانها که متاسفانه این مشکل رو ما هنوز یعنی در افغانستان نتوانستیم حل بکنیم، نه علما نه حکومت. و این فکر مثل یک آتشی است برادر عزیز، وقتی وارد یک جامعه بشه کم 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 همه جامعه رو در بر میگیره. یک جوان میاد پدرش رو تکفیر میکنه، مادرش رو تکفیر میکنه، جامعه رو تکفیر میکنه، دوست و رفیقش رو تکفیر میکنه و این فکر بسیار خطرناکی است که الله سبحانه و تعالی ما رو نجات بده. یک موضوع دیگری هم که واقعیت این است که در اینجا باید بیان بشه، بعضی از دوستان ما، بعضی از جوانهای ما فکر میکنن که جناب استاد دایی و جناب استاد راسخ اینا علما هستن. من بارها گفتم دوستان عزیز، ما علما به کسانی میگیم که از علوم اسلامی، از قرآن، از تفسیر، از حدیث، از لغت عرب، از اصطلاح به قول جناب دکتر عبدالقدوس راجی الله مطال رحمتش بکنه، صاحب تفسیر تبیان، یک وقت دکترا درس میخواندن در مدینه منوره، میگفتن که یعنی حداقل باید 15-16 علم رو یک نفر یعنی بلد باشه تا ما بتوانیم به او بگیم عالم. امروز متاسفانه به هر کسی میگن عالم. من یک عکسی رو خدا کنه که اینجا بعد از تماس شما بتونم نشون بدم، یکی از دوستان امروز برای من فرستاده بود، والله تعجب کردم، یعنی القابی رو به یک انسان دادن و یعنی من این عکس رو انشاءالله بتوانم که اینجا، چون در واتساپ برای من کسی فرستاده بود، نشان بدم. اطلاق عالم به امثال استاد دایی، به استاد راسخ و به اینها درست نیست. ما امروز در کل افغانستان بگردیم شاید تعداد انگشت شماری علما داشته باشیم که اونم مثل علمای سلف نیستن، در یک فن خاصی، شاید در تفسیری، در فقهی، در حدیثی سرآمد باشن. اما اطلاق کلمه عالم امروز به هر دعوتگری، به هر شخصی بهش میگن عالم، این درست نیست. ایشان در لیبی درس خواندن، شریعت خواندن و از علوم اسلامی آگاهی دارن، اما به عنوان یک مفتی و به عنوان یک عالم تمام عیار ما اگر بخوایم به عنوان یک مجتهد در دین بخوایم اونها رو مرجع دینی خودم قرار بدیم، این افراط است برادر عزیز. با معذرت استاد، یعنی شما به که استاد عبدالظاهر دایی قدرم علم نداره که فتوا صادر کنه به یک شخص؟ دقیقاً بله. یعنی او داره و قدر علم نیست که به یک شخص فتوا صادر کنه که یا تکفیر کنه یا نکنه تکفیر. من در یک از ویدیو شما دیدم که درباره تکفیری ها معلومات میداده و دیدم که عکس استاد عبدالظاهر دایی و معروف الاسر بود رحمت الله علیه. بعد گفتم باش دوستم دینا جمله نه، من در اون رو دوستانی که مونتاژ کردن اون عکس رو گذاشتن، من در اون صحبت من مخاطب من استاد دایی و استاد راسخ نبوده.
دوستانی که مونتاژ کردن گذاشتن و امیدوار هستم که بعد از این کارو نکنن، چون مخاطب من ایشان نبودن. مخاطب من عموم کسانی که فکر تکفیری رو رایج میکنن. ببینید برادر عزیز، مثلا گاهی اوقات دوستان اینجا از ما سوالاتی میپرسن. مجتهد کسی است که برداشت خودش از قرآن و سنت رو در سایه فهم سلف صالح بیان میکند، مثل امام ابو حنیفه، مثل امام احمد، مثل امام شافعی، مثل امام مالک، مثل امام ابن تیمیه، مثل امام ذهبی، مثل قرطبی، مثل ابن کثیر. اما امروز متاسفانه در هر کوچه و بازار ببینی یک نفر بلند میشه عالم دین است، یا همه رو کافر میکشه، یا همه رو به بهشت میفرسته، یا همه رو به دوزخ. و این درست نیست. برای خاصتا مسائل تکفیر مسائل بسیار حساس است. تو وقتی یک کسی رو تکفیر میکنی، مالش، جانش، خونش، همه چیزش رو حلال کردی. و امروز به خاطر همین است که یک جوان احمق 18-19 ساله بلند میشه میره در یک مسجد خودش رو منفجر میکنه. چرا؟ چه یک نفری مثل استاد دایی فتوا داده که امام این مسجد کافر است، ضال مضل است. اگر خود استاد دایی رو بگی که جناب استاد آیا جایز است که من برم در این مسجد خودم رو منفجر بکنم به خاطر کشتن این امام، میگه نه جایز نیست. لیکن خود تو که تکفیر کردی اون رو، همه کس نمیان، این جوانا نمیان اصلا تفاسیرش رو بپرسن، تفسیرش رو بپرسن، میره خودش اونجا منفجر میکنه. در چقدر از مساجد ما در افغانستان جوانهای کم سن و سال رفتن خودشان رو منفجر کردن. به خاطر چی؟ به خاطر یک نفر که اون رو تکفیر کرده بودن. 10-12 نفر نمازگزار بیگناه دیگه هم در اونجا کشته شد. آیا این در دین جایز است؟ تشکر میکنم از شما برادر عزیز. بفرمایید. عبدالظاهر دایی درباره اردوغان هم تکفیر کرده بود، کافرش ثابت کرده بود که نظر به قرآن و حدیث گفته بود. دقیقاً همین تکفیر در مورد اردوغان اگر بر اساس همین حرف جناب استاد دایی باشه، امروز هیچ مسلمانی در دنیا وجود ندارد غیر از استاد دایی. درست است یا نیست؟ الان مثلا شما در افغانستان ببینید، یکی تطبیق نکردن است، یکی قبول نکردن است. اگر یک نفری بگوید که من در هفته گذشته گفتم که گاهی اوقات مردم حکم صادر میکنن بر علیه یک شخص معین بنا بر فعلش. این یکی از نازکی های تکفیر است که متاسفانه جناب استاد دایی و بعضی از علما دعوتگرانی که یعنی در این مسائل رای افراط رو گرفتن متوجه این نیستن. مثلا اگر به خاطر عدم تطبیق شریعت اسلام اردوغان رو تکفیر میکنه استاد دایی، امروز یک مسلمان در سراسر دنیا به من نشان بدهید. مثلا آیا بر اساس آیا مثلا محمد جولانی آمد به یکی ما شریعت الله و سنت رسول الله تطبیق میکنه، اما بعدش میبینه که خیلی کارا خلاف شریعت و دموکراسی و بعضی حرفا دیگه خلاف شریعت است، خلاف قانون است. من از شما یک سوال میپرسم برادر عزیز سمیم جان، یک سوال میپرسم، گفتگوی دوستانه داشته باشیم. مکه در کدام سال فتح شد؟ سال 8 هجری فتح شد، درست است؟ آیات براءت از مشرکین اوایل سوره توبه، آیه براءت من الله و رسول الی الذین اشرکوا، امین آیات براءت در کدام سال نازل شد؟ در سال در سال 10. درست؟ مکه در 8 هجری فتح شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم امیر مکه عطاب ابن اسید اموی را امیر مکه تعیین کردند، یعنی رئیس جمهور مکه. درست؟ در سال 8 هجری که مکه فتح شد، در همین سال مراسم حج برگزار شد. درست؟
در همین مراسم حج مشرکین با بت‌های خودشان آمدن حج کردن، عریان در اطراف کعبه طواف کردن. درست؟ قربانی هایشان را برای لات و منات و عزا به نام اونها قربانی کردن. امون لبیک شرکی خودشان را که میگفتن لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک تملکه و ما ملک، امون لبیک شرکیشان را هم در اطراف بیت الله الحرام گفتن، عریان طواف کردن، بلند شدن رفتن. درست؟ سال 9 هجری شد. در سال 9 هجری هم مشرکین بتپرست ها در حالی که مکه فتح شده، امیر مکه، رئیس مکه عطاب ابن اسید رضی الله تعالی عنه، صحابی جلیل اموی از بنی امیه، از طرف پیامبر صلی الله علیه و سلم به عنوان امیر تعیین شدند، جانشین پیامبر در مکه. در این سال هم مشرکین آمدن با همون شعارهای شرکی خودشان، با همون بت‌های خودشان منا رفتن، مزدلفه رفتن، عرفات رفتن، طواف کردن، عریان طواف کردن اطراف کعبه، همون نظر و نیاز شرکی خودشان را انجام دادن. هیچ کس از صحابه و از امیر مکه که عطاب رضی الله تعالی عنه بود و حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی را منع نکرد. درست؟ الان بر اساس منطق استاد دایی و استاد راسخ باید پیامبر صلی الله علیه و سلم علیه بالله تکفیر شود. چرا پیامبر از روز اول تطبیق شریعت نکرد در مکه؟ چرا از روز اول همه مشرکین را بیرون نکرد؟ چرا از روز اول حج مشرکین را ممنوع نکرد؟ چرا در سال 9 هجری آیات سوره براءت نازل شد؟ توسط ابوبکر صدیق و علی رضی الله تعالی عنه این آیات را پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستادن و همین آیات را من الان برای شما از قرآن کریم در اینجا نشان بدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم امیر حجاج حضرت ابوبکر رو تعیین کردن و در کنارشان حضرت علی و آیات سوره براءت رو آمدن در مکه خواندن. بیایید با هم بخوانیم که این آیات چی میگه. این آیات کی نازل شد؟ در سال 9 هجری در زمان حج توسط ابوبکر صدیق و علی رضی الله تعالی عنه در مکه مکرمه به همه کسانی که در حج آمده بودند ابلاغ شد. براءة من الله و رسوله الى الذین عاهدتم من المشرکین. اعلان براءت و بیزاری از سوی الله و رسولش به کسانی از مشرکین که با آنها پیمان بستند. فسیحوا فی الارض 4 اشهر واعلموا انکم غیر معجز الله. 4 ماه مهلت دارید. یعنی چی؟ در ذوالحجه این آیت ابلاغ شد، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی. 4 ماه فرصت دارید که هر کاری دلتان میخواد بکنید. بعد از این 4 ماه شما دیگه حق ندارید که بیایید در اینجا چیکار بکنید؟ حج بکنید، عبادت بکنید یا وارد مکه شوید. آیه بعدی چی میگه؟ و اذان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. و این اعلامی است از جانب الله و رسولش به همه مردم در این روز عرفه سال 9 هجری 2 سال بعد از فتح مکه. این اعلان است برای همه شما ای مردم که الله و رسولش از مشرکین بیزارن، پس اگر توبه کنید برای شما بهتر است و اگر روی بگردانید و سرپیچی کنید پس بدانید که شما نمیتوانید الله را ناتوان سازید. درست؟ و بشر الذین کفروا بعذاب علیم. و بشارت بده کافران را به عذابی دردناک. الا الذین عاهدتم من المشرکین. مگر کسانی از مشرکین که شما با آنها عهد و پیمان دارید. مثلا عهد و پیمان دارید که عهد و پیمانتان در رمضان خلاص میشه، در ذوالحجه خلاص میشه. عهد و پیمانتان را تا تاریخ معینش باید وفادار بمانید. ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم احدا. این کسانی که با آنها پیمان دارید، اینا پیمان شکن نبودن، اینا بر علیه شما کسی رو کمک نکردن. فاتیموا الیهم عهدهم الی مدتهم. این عهد و پیمان را تا تاریخ معینی که در اون عهد و پیمان هست شما ادامه بدید. بعد از اون آیه بعدی چی میگه؟ آیه 5. فاذا انسلخ الاشهر الحرم. بعد از اینکه ماه‌های حرام گذشت، یعنی ذوالحجه و محرم گذشت، فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم. مشرکین را در هر جایی که پیدا کردید
آنها را چی کنید؟ بکشید. و خذوهم، و آنها را اسیر کنید. و احصروهم، آنها را محاصره کنید. واقعدوا لهم كل مرصد، در کمینگاه ها برای آنها بشینید. فان تابوا، اگر توبه کردند، و اقاموا الصلاه و آتوا الزکات فخلوا سبیلهم ان الله غفور رحیم، اگر توبه کردند، نماز خواندند، زکات دادند، رهایشان بکنید، چرا که الله سبحانه و تعالی توبه پذیر مهربان است. اما در آن حالت هم و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله، یکی از مشرکین آمد از تو امان خواست، گفت امان، نه جنگ میکنم نه به تو کار دارم، میگه امان بده بهش، آیات قرآن رو برایش بخوان. ذلك بانهم قوم لا يعلمون، این به اون خاطر است که، به این دلیل است که آنها قومی هستند که نمیدانند. الان شما سوال منطقی این است برادر عزیز، احمد شهر دیروز آمده، هنوز امنیت سرتاسری در سوریه برپا نشده، هنوز حزب دموکراتیک کردستان سوریه هنوز آماده جنگ است، هر روز داره جنگ میکنه، هنوز بقایای رژیم سابق در اونجا وجود داره. آقا بلند شده که آقا این چون تطبیق شریعت نکرد کافر است، اردوغان چون تطبیق شریعت نمیکنه فلان و فلان است. دوست عزیز، الان سمین جان برادر عزیز، با شما نظر هستم استاد گرامی، با شما هم نظر هستم. اما ما در مجلس نشسته بودیم، یک از دوستا بگویم رفیقای من با ما بحث کرده، این باره ما عین مطلبی که دانی سخنی که تو گفتی با او گفتم، اما میبینیم که سازوری دایی و غیره علمای دیگه اونا هم از حدیث و آیات استدلال میکنن و کفر و و طاغوت بودن اونا، و شما هم از حدیث آیات ثابت میکنه یا استدلال میکنه با اینکه باید زمان ببره یا باید وقت داده شود تا که قانون اسلامی برپا شد. الان من شما یک سوال میپرسم، همین آیاتی رو که من بیان کردم شک و شبهه دارید در این آیات؟ خب شک دارید که مکه در سال 8 هجری فتح شد، تا سال 9 هجری 2 حج رو مسلمان ها با همین آلت با مشرکین یک جای حج کردن؟ الان سوال من اینجاست، بر اساس منطق و برداشت من به خاطر چی میگم که علما نیستن، اینا دعوتگرانی هستن، خطیب هستن، استاد دانشگاه بودن، 4 کلمه از دین میفهمن، شاید علم من خیلی کمتر از علم استاد دایی باشه، اما هیچ وقت، من بارها گفتم در برنامه شنیدید که گفتم هرگاه که من محمد انصاری حرف مخالف قرآن و سنت زدم بزنید به دیوار، هرگاه که نظر شخصی خودم را بر قرآن و سنت و اقوال علما ترجیح دادم بزنید به دیوار. دوست عزیز، ما میاییم برای شما واقعه تاریخی از سیرت رسول الله حقیقت رو بیان میکنیم که پیامبر صلی الله علیه وسلم چرا 2 سال مشرکین رو اجازه دادن که در مکه آزادانه حج بکنن، عبادت بکنن، در هیچ روایتی هم نداریم که یک نفر مانع اونا شده باشه. آیا زمانی که کعبه را فتح کردن حتی کسی را به اسلام دعوت نداد به خاطر اینکه نمیگن که اسلام اجباری بوده. دقیقاً چون هیچ اجباری نیست بر چی؟ بر اینکه البته همین آیات سوره توبه چقدر شدید است، اما در هیچ جا نگفته که تو به زور یک نفر رو بگی مسلمان کن. لا اکراه فی الدین، تو برایش تبلیغ بکو، دعوت بکو، کسی رو به زور مسلمان کرده نمیتوانی. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من، ما وظیفمون رو انجام میدیم. پس برادر عزیز، حرف این است که به مجرد تطبیق نکردن احکام دین شما نمیتوانید یک ملتی رو کافر بگید. به سلسله تکفیر رو ما برای شما بگم. استاد دایی میگه که اردوغان کافر است، درست؟ بله. حکم کسانی که با درست دیدم الان حکم 30-40 میلیون مسلمانی که با اردوغان رأی دادن که در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود، حکم اونا چی است؟ حکم اونا با طاغوت رأی دادن دیگه. با طاغوت رأی دادن، پس اونا هم کافر هستن. ببینید که این فکر چقدر خطرناک است. یک نفر رو کافر میگی، بس کل جامعه رو تو تکفیر کردی. مثلا ملا برادر رفت با آمریکایی‌ها نشست مذاکره کرد، ملا برادر کافر است، پس طالبا همه کافر هستن. پس امروز ملتی که در افغانستان در سایه همین نظام نشسته و با این نظام جنگ نمیکنه و بر علیه نظام قیام نمیکنه، حکمش چی است نگاه استاد دایی؟ بله کفر است.
مثلا امروز گفتم اگر بر اساس فکر این جماعت تکفیری هیچ حاکمی در دنیا مسلمان نیست و هیچ ملتی هم مسلمان نیست. این خطر این فکر در اینجاست. درست است. ما دوید اصلا کلا یک سرگردان شده در این باره که هر آدم به از حدیث آیات استدلال میکنه و حکم تاغوت میده. یکی مشتایم که حکم تاغوت رد میکنه، بعدش هر شیخ خود یک فلسفه یک فضاحت بلاغت خود داره. اما بعد هم میبینیم اما اصلا راه خود بعض جوانو گم کردم هم یک مجلس نشتیم همی بحث همی گپا شروع شد سر احمد محمد جولانی و اردوان اینا بحث بود. ما مثلا با شما هم نظر است، من میگه بدونم اما اینا مزدی سوال نه حتی از این بدترشو به شما بگم، از این بدترشو بگم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیبیه با مشرکین اتفاقنامه صلح امضا میکنن. بله. استادایی میگه که طالبا کافر هستند به خاطر اینکه با آمریکایی‌ها صلح کردن. درست؟ حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم که با مشرکین مکه صلح کردن در حدیبیه چی است؟ از این بدترش یکی از بندهای موافقتنامه صلح حدیبیه رسول الله صلی الله علیه و سلم با مشرکین این بود که اگر شما صمیم در مکه هستید، مسلمان هستید، هجرت میکنید، میایید مدینه، به رسول الله صلی الله علیه و سلم پناه میبرید، دست و پای شما را بسته میکنن و مشرکین تحویل میدن. حکمش چی است؟ اگر به دستی تکفیریای امروز باشه میگن ابوبکر و عمر و علی و پیامبر و همه صحابه کافر شدن. چطور یک مسلمانی رو که به تو پناه آورده تو دست و پایش بسته میکنی و مشرکین تحویل میدی؟ اما چون بندی از بنود اتفاقنامه صلح بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم هنوز از حدیبیه خارج نشده بودن که ابو بصیر و ابو جندل دو نفر از جوانهایی که در مکه مسلمان شده بودن شنیدن که پیامبر صلی الله علیه و سلم به حدیبیه آمده. اینا آمدن پیش رسول الله گفتن یا رسول الله ما با شما پناه آوردیم. سهیل ابن عمرو وقت مسلمان نشده بود، نماینده مشرکین بود در مذاکرات صلح حدیبیه. گفت یا محمد اینه اولین بند صلح باید اجرا شود، این دو نفر رو به ما تحویل بده. پیش چشم صحابه دو نفر رو دست و پایشو بستن، مشرکین گرفتن بردن. حضرت عمر آمد گفت یا رسول الله آیا تو پیامبر نیستی؟ آیا ما بر حق نیستیم؟ آیا این دین خدا نیست؟ این چه ذلتی است که ما باید مسلمانی را که میاد به ما پناه میبره مهاجر میشه باید تحویل بدیم؟ اما اگر از ما کسی رفت پیش مشرکین با اونا پناه برد، اونا به ما تحویل نمیدن. بند دیگر اتفاقنامه صلح. اگر همین کار رو امروز یک حکومت اسلامی مثلا بکنه، استاد دایی استاد راسخ همه تکفیری ها کافرش میگن. خب پیامبر صلی الله علیه و سلم همین کار رو کردن. اما الله متعال در همان حدیبیه بعد از همین اقوال سیدنا عمر و دیگه اعتراض صحابه و اینا، الله متعال آیه نازل کرد. در آیه چی گفت؟ انا فتحنا لك فتحا مبینا. ما برای تو یک پیروزی آشکاری را آوردیم و این پیروزی آشکار نتیجهش چی شد؟ که بعد از 2 سال مکه فتح شد و کل شرک و سران شرک همه نابود شدن. پس برادر عزیز، دین این نیست که هر کس بر اساس فهم خودش بیاد مردم رو تکفیر بکنه، بر اساس فهم خودش بیاد مردم رو فاسق و فاجر رو تبدیع بکنه. تشکر از شما برادر عزیز. الله حفظت کنه استاد. ببین مثلا همین علما بخصوص خود دانستان دایی همه چرا در مناظره نمیشیرن بحث کنن حق از باطل جدا شود. حداقل بابا جان یکی از اینا به من برادر عزیز صمیم جان، یکی از اینها یکی از اینا به ما پیام داده بود. یکی از اینا پیام داده بود که ای انصاری مرتد، بیا مناظره کنیم. بله، بیا مناظره کنیم که من کفر تو را ثابت بکنم. الان شما را با خدا با این آدم میشه بحث کرد؟ پیش از این که با ما مناظره بکنه
حکم مرتد رو بر من صادر کرده و موضوع مناظرم ثابت کردن کافر بودن من هست. خب الان تو مرا مرتد گفتی، تکفیر کردی، دیگه جایی برای مناظره نیست که. قبل از این که تو با فرصت بدی که من از خودم دفاع بکنم، تو حکم خودت رو صادر کردی. مشکل در اینجاست برادر. با این جماعت مگه میشه بحث کرد؟ کسایی که حکم تکفیر میکنن مسلمان، مثلا بعضی کسا رو میبینیم در کمونده خود شما که میبینن تکفیر میکنن خود شما را حکم طاغوت میتن و این میتن که از حکومت طاغوتی دفاع میکنن، این میکنن اون میکنن. ای حکم اونا چی میباشد اسلام استاد؟ ما میگیم الله هدایتشان بکنه. ما میگیم این یک فکر افراطی است، یک فکر خارجی است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صفت اینها رو بیان کردن. میگه که یقتلون اهل الاسلام و یترکون اهل الاوثان. اهل اسلام را میکشن، اهل بت پرستی و شرک را رها میکنن و این صفتشان است در هر جایی. مثلا در طول 20 سال زیر سایه حکومت آمریکایی با ماشی که از طریق کلیساها و مؤسسات صلیبی به حکومت اشرف غنی و کرزی داده میشد، استاد دایی و استاد راسخ در دانشگاه کابل از همین حکومت، از همین پول صلیبی ها ماش میگرفتن، در اونجا کار میکردن. درست؟ بله. کفار رفتن، آمریکایی ها رفتن، امارت اسلامی آمد، با وجود همه کمی و کاستی هایی که داره در این حکومت، اینا رفتن اعلان جهاد کردن و این حکومت رو تکفیر کردن. بله. خب یک کمی انسان باید فکر بکنه نه؟ تشکر از شما برادر عزیز. سلامت باشید جان. زنده باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. خدا نگهدار شما. سلام. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت. سلامت باشید برادر عزیز. از آدرس شبکه نداست؟ بله بفرمایید. خب ما در برنامه زنده زنگ زدیم. ممنون. بله شما در برنامه زنده زنگ زدید برادر عزیز. درست. پشیمان شد. بیننده عزیز بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر محترم شما خوب هستین؟ خیرتی است؟ زنده باشید، سلامت باشید. انصاری صاحب هستین برادر؟ بله بفرمایید. ما میکنیم از دعوت شما، از تلویزیون شما، از برنامه شما. سلامت باشید برادر عزیز، بزرگوارید. تشکر از شما. همین باور بکنین که ما در افغانستان هستیم، پس برایشان دیگه چیزی که ما علم نداریم و قدر که عالم شده گفته نمیتونیم، چیزی نیستیم. مقصد از شما و استاذا شنیدیم دیگه. اول برایشان که میگیم که فرض مثال شما به کی ایمان دارین؟ میگن به خداوند. و دیگه به کی ایمان دارین؟ میگه به رسول خدا صلی الله علیه و سلم. صلی الله علیه و سلم. خب بسیار. قرآن به کی نازل شد؟ به محمد صلی الله علیه و سلم. تطبیق اشکی کرد محمد صلی الله علیه و سلم. صحیح است؟ به قرآن ایمان دارین؟ بس میگن بله ما ایمان داریم. خب پس دینی که این مذهب نگوین، گفتن که مذهبش نگفتم، مذهب نگوین، به خاطر که مذهب سنی شونه چی نامده، دین نامده، بس قرآن و سنت. درست. دینی که جور میکند در دیوارش که پای کند. همینطور است برای؟ بله درست. باز بعضیشان گوش میکنن. باور بکنین که یک تایش از چی آمد، استرالیا آمده بود که گپا زدم، گفتن که مجاهدین طالبا بسیار خوشی کرد که در تمام افغانستان ما نمی طول 50 سالم است که گشت و گذار نکرده بودم. حال آمدن توانیستم گشت و گذار کردم به خاطر که امنیت بود. در حال
شب چی گفت برادر شما چی میگن شنی مگم نه در قرآن گفتنی گفتم در حدیث گفتنی یک رو چی میگه پس گپ یهوداست قایل یهوداست خودش میگه درست بس میره خواست تشکر از شما برادر عزیز. الله متعالفتان کند. زنده باشید. تشکر. سلامت باشید. سلامت باشین. تشکر برادر عزیز. تشکر شما. برنامه فعلا برادر؟ بله برنامه زنده است. بله شاید با تاخیر پخش شود در در یوتیوب. بله زنده باشید. تشکر. خداوندگان توفیق بده شما را. سلامت باشید. زیاد توفیق از الله می‌خوایم. برای ما دعا کنین که الله متعالفتان کند. زنده باشید. الله متعالفتان کند. تشکر. سلام و رحمت الله و برکاته. عزیزی کامنت گذاشتن که دست بسته نماز خواندن، دست باز نماز خواندن. دست بسته نماز خواندن سنت است، در حدیث صحیح از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت است. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم هم دست باز نماز خواندن هم دست بسته نماز خواندن. به خاطر همین بعضی از مالکی‌ها دست باز نماز میخونن و اینکه دست رو در کجا قرار بدی، زیر ناف، سر ناف، روی سینه، اینا هم در مورد هر کدامش احادیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت است. موضوع این است برادر عزیز که ما نباید تعصب داشته باشیم در این مسائلی که نه جزء فرایض دین است، نه جزء واجبات دین است و نه خللی در نماز ایجاد می کند. اگر امروز کسی بگه که کسی دست باز نماز میخونه نمازش درست نیست، پس این همه مالکی های اهل سنت نمازشان درست نیست. این حرف اشتباه است. دست باز نماز خواندن، دست بسته نماز خواندن هیچ تأثیری در صحت نماز یک انسان ندارد و برای هر کدامش دلیل و حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز صدای شما قطع و وصل میشه. استاد گرام بفرمایید. استاد گرامی، از سالهای 2012-13 اینجانی با شما و شبکه شما آشنا هستم. بار اول است با شما صحبت میکنم. میخواستم یک تشکری کنم از شما و از هم فکران شما از این شبکه شما. سلامت باشید برادر عزیز. الله متعالفتان کند. ممنون هست که ما در اینجا نه مدرسه نه جای شرعی داریم که از اون تعلیم بگیریم. درگونه این تشکری از شما کنم استاد گرامی. سلامت باشید. از کانال هایی که از تمام اهل سنت این کانال ها رو تأسیس دادن. سلامت باشید برادر عزیز. الله متعالفتان کند. زنده باشید. خداوند یار نگهدارتون باشه. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز. در حق مسلمانان تاجیکستان، در حق کل مظلومین دنیا دعا کنید ان شاء الله که خداوند هر کس عزتی که مسلمانان ما داشتن باز گردد به مسلمانان. الله سبحانه و تعالی به همه مسلمانان عزت و شرف و مجد و عظمت گذشته را نصیب بکند. تشکر از شما برادر عزیز. زنده باشید. خداوند نگهبان. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما. تشکر میکنم از این برادر عزیز.
بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد گرامی، امیدوارم که بخیر و سلامت باشید. سلامت باشید، تشکر از شما. استاد گرامی همیشه شما را پایدار و استوار داشته باشه. سلامت. من یک سوال داشتم. بفرمایید. یکی درباره کنیزداری در اسلام بود. قبلا در این مورد صحبت کردیم، یعنی مفصل صحبت کردم. اگر شما در لیست پخش شبکه ببینید میتونید که کلیپ رو دریافت بکنید برادر است. درست است. من او را کلیپ ندیدم، اما یک کلیپ که از کسی دیگری دست میشه و او را شنیدم. من خیلی چون طبعا دیگه شعار اسلام همیشه عدالت و این بحث هست. از این لحاظ چون یک کسی درباره کنیزداری گفته بودن که مانند حیوانات برخورد میشه، از این لحاظ چون آیات صریحی در قرآن ازمشان هم هستن، از این لحاظ باز شما را خواستم که زحمت بدم. من همین کلیپش رو انشالله در کامنت ها میگذارم. کلیپ رو پیدا بکنم. دوستان اگر تونستن این رو پیدا بکنن قبل از من بگذارن. در مورد بردهداری مفصل صحبت کرده بودیم برادر است. تشکر از شما. خب یک سوال دیگه هم هست اگر شما را زحمت نمیشه که مطرح کنم. بفرمایید. الان من در کامنت ها میگذارم دوست عزیز. درست. سوالی هست که چون در بحث تکفیر هستن، شما قبلا هم صحبت داشتن درباره تکفیر. ایده از علما هم هستن که توده به او اقتدا میکنن و گواش گوش میکنن و از او پیروی میکنن. اما درباره پیر سیف الرحمن که چون واضح هست تکفیرشان هم بحث شرک و دیگه مسائلشان واضح هستن، از این لحاظ اما اونا را گفتن که نه تکفیر میکنیم نه در لیست مسلمان میگیریم. اما چه رقم اینها؟ خب ببینید، نظر بعضی از علما است، یعنی بعضی از دعوتگران شاید که الان مثلا جناب استاد احراری در مورد پیر سیف الرحمن یک مطلبی رو گفتن. عده‌ای از صوفی آمدن ببینید این حرف چیز رو، مفتی وهابیت رو که حرف منطقی میزند. عده‌ای از سلفیای تندرو و از این تکفیری آمدن کلیپ رو گذاشتن که این مرتد فلان و فلان شده چی میگوید. بابا جان، انسان عقل دارد، شعور دارد. جناب احراری صاحب برادر بزرگوار حتما تا الان در مورد شخصیت سیف الرحمن، اعتقاداتش مطالعه عمیق نکردن، نظر خودشون رو گفتن و اتفاقا در همون برنامه هم گفتن که من آنچه که دیدم این و این است، بیشتر از این اطلاع ندارم. حالا ما چرا باید آنچه که من اگر در هفته گذشته یادتان باشد علامت‌های تکفیری ها رو گفتم، یکی از علامت‌هایشان چی است میدانید؟ که اگر شما نتیجه اجتهاد او را قبول نکردید شما هم کافر هستید. مثلا شما به این اجتهاد رسیدید بر اساس علمتان که احمد ابن محمود کافر است. درست؟ درست. من محمد انصاری تا هنوز احمد ابن محمود رو کتاباشو نخواندم، از عقایدش خبر ندارم. کسی از من میپرسد میگه والله میگم من اطلاع ندارم اما تکفیرش نمیکنم، باید ببینم کتاباشو بخونم که چه جور آدمی است. شما فل فور میگید که چون محمد انصاری احمد ابن محمود را تکفیر نکرده هست پس او هم کافر است. این صفت خوارج است که آنچه که اجتهاد خودشان باشد را باید همه امت بقبولن، همه امت قبول داشته باشند. مثلا استاد دایی میگه که آقا فلانی کافر است. اگر محمد انصاری اعتقاد به کفر او نداشته باشد او هم کافر است. ابو محمد مدنی میگه که فلانی کافر است چون محمد انصاری او را تکفیر نکرده است پس محمد انصاری هم کافر است. این یک از صفات خوارج است و این خیلی خطرناک است که تو نتیجه اجتهاد خودت را بر همه امت به زور بقبولانی. بابا نخیر، تو به این نتیجه رسیدی که فلانی کافر است، من به این نتیجه نرسیدم. استاد عزیز، استاد احراری در باره صحبت کردن، اما گفتن که باز کلیپ بعدی هم ماندن ما چرا ایره تکفیر نکردیم، حتی در تایید سخنانشون گفتن بعدا، حتی بعد از یک هفته شاید دیگه رو مطالعه کرده باشن. ببینید یک از صفات صوفیا چی است که اینها کتابای خودشان را پنهان می‌کنند. مثلا من بسیار سعی و تلاش کردم که کتابی از فرقه سیفی از کتابایی که از بزرگان اینا نوشته شده باشه رو پیدا بکنم، متاسفانه پیدا نکردم. یک کتابی رو پیدا کردم، هدایت السالکین است فکر کنم، که در اونجا بعضی از مسائلی هست که اونم یعنی انکار میکنن، میگن این کتاب رو ایشان ننوشته، این کتاب رو کسی دیگری نوشته. در صورت
یک فرقه بود به نام فیضانی ها، شاید در مورد شنیده باشید، در افغانستان فعالیت داشتن، مولانا فیضانی و سلام. باور کنید من انقدر دنبال این فرقه بودم از سالهای مثلا 1995 موقع که افکار اینها رو ببینم که اینا چطور فرقه ای هستن. باور میکنید تا وقتی که یکی از اعضای این فرقه توبه کرد، موحد شد و اسرار اینها رو برای من آورد، تا اون موقع من هیچ گونه معلوماتی در مورد اینها نداشتم. به خاطر همین صادر کردن یک حکم ظرف 24 ساعت و یعنی یک از علما میگفت شما جوانان گاهی اوقات در بعضی از مسائل چنان با شتاب و با سرعت حکم صادر میکنید که اگر بر عبدالله ابن عباس همچین سوالی مطرح میشد همه اهل مدینه و مکه رو جمع میکرد، یعنی همه صحابه رو جمع میکرد که نظرتان چی است. اما امروز یکی میشینه پشت یک تریبونی در یک جایی حکم تکفیر و کل امت اسلامی رو صادر میکنه. استاد عزیز، چون یک مطالعه نسبی و مورودی که درباره اسلام و سایر فرقه ها که من دارم، مثلا همین بیشتر که شما گفتین کتابی از پیر سیف رحمان است که به نام هدایت سالکین فی رد المنکرین، این را به چند موردش خواندیم که واقعیتش یعنی انسان به لرزه در میاره. ببینیم که الان با چند تا از طرفداران این فرقه سیفیه هم بحث کردیم، اما اونا تایید میکنن که اینا میگه یکی از کتابای معتبر و برجسته هستن که از پیر سیف رحمان هستن. مادامی که ثابت شده که این کتاب، من بارها گفتم اگر که این حرف رو زده باشد این ارتداد است و این کفر است، اگر همچین حرفی رو زده باشه. خب درست به خاطر همین چون این سوال برای من مطرح بود، استاد احراری هم یک دو دیگه ازشون اقتدا میکنه از الله، چون برای من شک پیدا شد که عالمی برجسته هم هستن، عالی به این شکل دیگه از هان یک تعداد را تقریبا به 50 آوردن نمیفهم. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر. بخیر، سلامت باشید. خدا حافظ. من این کتاب که به اصطلاح منسوب به ایشان هست، این کتاب رو هدایت سالکین فی رد المنکرین از افاضات و ارشادات قیوم زمان مجدد ملت حضرت آخوندزاده سیف الرحمن دامت برکاتهم، که این رو دوستان برای من فرستادن. اکثر مورد این کتاب طوری که در اینجا واضح هست، این کتاب نویسندش خود سیف الرحمن نیست، کسی دیگری از حرفهای ایشان رو در این کتاب نوشته کرده. اگر این حرفها واقعا از ایشان باشد، حرفای کفری است. یعنی من اینجا بعضیاشون رو حتی چیز کردم، مثلا ببینید اینجا مسئله خیلی چی است، غلو است، غلو بیش از حد، غلو بیش از حد. در صفحه 327 همین کتاب چی میگه؟ شیخ المشایخ حضرت آخوندزاده سیف الرحمن صاحب تشریف فرما ہوتی ہے. یه حضرت آخوندزاده سیف الرحمن تشریف میارن اور رسول اکرم بی تشریف فرما ہے، پیامبر اکرم هم تشریف میارن. خوابی رو داره نقل میکنه فکر کنم جایی. اسی اسنام رسول اکرم فرماتے ہیں کہ حضرت آخوندزادہ سیف الرحمن صاحب گرچہ ولی اللہ ہے، نبی نہیں ہے، لیکن میں اس کی علو شان کے وجہ سے اس ہستی کو قیامت کے دن انبیاء کے صف میں گہرا کر دوں گا. میگه که جناب آخوندزاده سیف الرحمن پیامبر گفته باشه که صلی الله علیه و سلم، گرچه آقای سیف الرحمن آخوندزاده اینها نبی نیستن، اما من به خاطر مرتبه والایی که ایشان دارد در روز قیامت ایشان را در صف انبیا قرار میدهم. غلو است، یعنی تو میری در صف انبیا قرار میگیری، یعنی یک چیزی یک رو تلویحاً که انه مرتبه نبوت میخوان بهش بدن. اکثر جاها اینجا ببینید میره خواب میں رسول اکرم نے فرمایا کہ میں نے تو تم کو نہیں کہا، یعنی اکثر خوابها را بیان میکنه و خیلی از مصیبت هایی که اهل تصوف و شیعه و اینا دارن، اینها خوابهای ایناست که هر چه مصیبت هست زیر سر
خوابهای ایناست که در خوابهایشان اینا خدا میشن، در خوابهایشان ولی میشن، در خوابهایشان واقعا یعنی بعضی حرفایی که در این کتاب داره خیلی حرفای خطرناکی است. مثلا در اینجا دوستان عزیز در صفحه 299 ببینید میگه هزارها رویای صالحه اور کشوف حقه صادقه و الالهامات الرحمانیه. الهامات الرحمانیه، کشوفات صادقه، یعنی کشف که میگن چی هست؟ یعنی پرده از جلوی چشم اینها میره، اینها ماورای دنیا رو میبینن، از حال و آینده و گذشته و همه چیز خبر میشن. اسی موجود ہے جو اس فقیر کے مجددیت اور حقانیت پر گواه عدل ہے. میگه که این رویاهای صالحه و کشوفات حقه و الهامات رحمانیه‌ای که الهاماتی که از طرف خدا بر ایشان میشه چنان زیاد است که ایشان رو درجه مجددیت یعنی دین رو تجدید کردن و حقانیت بر حقانیتشان و عدالتشان گواهی است. یعنی مثل این در کتابهایش من کامل اسکن نکردم کتاب ایشان را، اما مثل این چیزا زیاد در کتابهای این شخص یافت میشه. الله سبحانه و تعالی از شر اینها، یعنی مثلا در اینجا در صفحه 311 ببینید، یعنی تمام انبیاء علیهم السلام که ارواح مقدسه کو طلب کرده جب وہ حاضر فرض کرده تو تمام اولیاء که ارواح طیبه بی طلب کرده. میگه تمام ارواح انبیاء رو طلب بکنید، تمام ارواح اولیاء رو طلب بکنید، خصوصا ابن شیخ مبارک که روح اقدس طلب کرد، روح اقدس شیخ خودتون رو هم طلب بکنید. جب وہ بی حاضر فرض کرده او رو هم حاضر فرض بکنید. تا آسمان که ملائک پر زمین که ملائک کو بی طلب کرده، ملائکای آسمان و زمین رو هم طلب بکنید. و ملائکای آسمان و زمین نوکر شما خو نیستن. جب وہ بی حاضر فرض کرده تو تمام دنیا के तमाम आपके तर लताइफ में मज़कूर तरतीब से ذکر और اذکار کرتے रहेंगे. میگه وقتی این طور کارو بکنید ملائکه و انبیا و اولیا و همه مثل شما ذکر میکنن. یعنی شما ذکر شروع بکنید، بعد روح اونا رو طلب بکنید، بعد اونا با شما شروع میکنن به ذکر کردن. یعنی مثل این چیزا زیاد است در کتابهاش. دوستان اگر دارن کتاب‌هایی از اینها رو از افکار اینها میتونن برای ما بفرستن انشالله. یک کتاب جالبی هست، کسانی که به زبان اردو آشنایی دارن، این کتاب فرقه سیفیه که تحقیقی جایزه، یعنی تحقیق کامل در مورد فرقه سیفیه از محمد الیاس کوهمن که در پاکستان چاپ شده. در این کتاب مفصل در مورد این فرقه صحبت شده و بعضی از افکار و نظرات علمایی که در مورد اینها نظر دادن. اینجا علمایی که در مورد این شخص صحبت کردن رو اینجا آورده. تقریبا چیزی در حدود 188 نفر در مورد اینا عقاید پیر سیف الرحمن صحبت کردن که نظرات اونها رو همه رو در اینجا آورده. مولانا رحیم الله حقانی ایشان هم یک کتابی دارن به زبان پشتو هست که سیفیت و بریلویت بر علیه حنفیت به زبان پشتو هست. کسانی که زبان پشتو دارن این کتاب رو، یک نسخه شو من دارم، ایشان هم مفصل در مورد این فرقه صحبت کردن. آقای امیری بفرمایید.
آقای امیری پشیمان شدن مثل. خب دوستان عزیز، تماس ایشون را میگیریم، بعد از اون شما مرخص بشه. بله برادر عزیز، سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید آقای امیری، بفرمایید. بله استاد انصاری هستین؟ بله بله بفرمایید. من بسیار خوش هستم که با شما کلام شدم استاد محترم عزیز. سلامت باشید آقای امیری برادر عزیز. بسیار با خدا خوشبخت احساس میکنم که صدای مبارک شما را میشنم. سلامت باشید، بزرگوار هستید برادر عزیز. دعای نیک برای ما بکنین، دعای خیر برای ما بکنین. الله مطالب ستان کند. تمام پروگرام های شما را همیشه بدون استثناء تعقیب میکنیم، سیل میکنیم. سلامت از روشنگری ها و معلوماتی که به ما میدین مستفید میشیم. سلامت باشید. تمام خانواده ما خداوند شما را عمر طولانی نصیب کنه که ما بتونیم از علم و از داشتهایی که دارین نصیب شویم. سلامت باشین، شما را همچنان برادر عزیز. تشکر از شما. خواهش میکنم. فقط من خواستم با شما هم کلام شدم، اگر امکان داشته باشه که برای به اتاق فرمان وصل بکنید که یک نظر داشتم خصوصی برای اونا بگویم. تشکر. اگر لطف بکنید پیام بگذارید در همین شماره واتساپ، همین الان پیام بگذارید، دوستان کارگردان برنامه پیام شما رو میشنون ان شاء الله. تشکر از شما. خیلی خوب، بسیار خوش شدیم. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. الله مطالب ستان. سلامت باشید. خداحافظ. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز از طریق تلفن مستقیم بفرمایید. دوست عزیز بفرمایید. علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. خوبی جناب آقای شما؟ سلامت باشید. شما همونی هستید که یک چیزی میگید و بعد میبندید گوشی رو. نه من برای اولین بار بعد از 11 سال سعی کردم و تماس گرفتم به شبکه شما. بفرمایید برادر عزیز. میبخشید پس من اشتباه گرفتم با کسی دیگه. بفرمایید. نه خواهش میکنم. یه چند تا سوال داشتم. بفرمایید. اولین سوال اینه که حق الناس چند تاه؟ خب آیا صدای مردم هم حق الناسه یا نه؟ صدای مردم چطور مثلا؟ مثلا کسایی که تو جامعه داد میزنن از بی‌عدالتی، از اینکه حقشون ضایع شده، حکومت مثلا رسیدگی نمینه، حکومت شرایط برای درست نمینه، آیا حق الناس هست یا نه؟ درست. ببینید یعنی حقوق در اسلام چی است؟ حقوق الله سبحانه و تعالی است. درست؟ حقوق رسول الله صلی الله علیه و سلم است. حقوق الله چی است؟ که حقوق الله این است که اوامر الله را اطاعت بکنید، از نواهیش دوری بکنید. حقوق رسول الله صلی الله علیه و سلم چی است؟ و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. چیزی که پیامبر برای شما گفته و امر کرده انجام بدهید، چیزی که آورده از او اطاعت و پیروی بکنید و از آن چیزی که شما را نهی کرده دوری بکنید. حقوق پدر و مادر است، حقوق فرزندان هست، حقوق زن و شوهر است، حقوق رعیت است، حقوق حکام است. یعنی کسانی که بر ما حکومت میکنن حقوق دارن. حقوقشان چی است؟ در امور که مخالف دین نباشه، معصیت نباشه، ما از اونها اطاعت بکنیم. درست؟ و چیزی که به ما امر میکنن اجرا بکنیم. حق رعیت چی است؟ که حکام در بین رعیت مساوات، برابری رو مراعات بکنن، با عدالت رفتار بکنن و آنچه که نیازهای جامعه است برآورده بکنن. اگر بخوایم در مورد حقوق صحبت بکنیم که دیگه دهها و صدها برنامه نیاز هست، اما حتی در یک جامعه انسانی یا در یک جامعه اسلامی حیوانات هم حقوق دارن، نباتات هم حقوق دارن. حتی کفاری که در کشور اسلامی زندگی می کنند، همسایه ما مثلا یک مسیحی است، یهودی است، زردشتی است، حق داره، حقوق داره که حقوقش باید مراعات بشه. بعد آیا در زمان صحابه پیامبر، در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره یهودیت نبود، مسیحیت نبود؟ بودن. چرا؟ حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم با اونها پیمان هم داشتن.
داد و ستد داشتن، آفرین. رفت داشتن. امروز تو جامعه افغانستان مثلا کار 55 سال در حال جنگ و درگیریه. حکومت امارت اسلامی هم که الان به اسم امارت اسلامی تشریف آوردن گرفتن، کجا اومدن حق و حقوق مردم افغانستان مثلا توی 20 سال رعایت کردن؟ حالا ما جمهوریت خود چیزی ندیدیم. صفر تا صد جمهوریت از همون 55 سال پیش تا زمانی که بود ما که چیزی ندیدیم. اینا هم که امروز به اسم امارت اسلامی اومدن و کاری نکردن. کجا حق و حقوق مردم رو رعایت کردن؟ حق و ناس رعایت کردن. مردم از در دیوال فراری شدن، کشورهای مردم، آواره کشورهای مردم. امروز تو هر ممالکی که میری اسم افغانی جماعت میاد، یاری یه طور دیگه میشه، میگه چرا مملکتتون نساختین، چرا آباد نکنین؟ پس وقتی یک حاکم و یک چیزی که در کار میاد خب باید صدای مردم رو گوش بده. ببینید برادر عزیز، این حرفا گفتنش آسان است، اما ببینید الان من در اینجا وظیفه دارم حرف هر دو طرف را بگم. امروز اگر که شما همین سوال رو از مسئولین امارت اسلامی بپرسین، اونا چی میگن؟ میگن ما یک کشوری که 20 سال یک مشت دزد وطن فروش بیناموس حکومت میکردن، ما یک مملکت درب و داغون رو از اونها تحویل گرفتیم، بعدش هم کل دارایی‌های بانک ملی افغانستان یا بانک مرکزی افغانستان امروز در توسط آمریکا بلوکه شده، 1 روپیه‌اش هم به ما نمیدن و این کمک هایی هم که ماهانه میفرستند اینها هم به همون سازمان هایی که تابع خودشان هست، اینجا به اصطلاح مؤسسات خیریه با اونا میدن که اونا هم هر طوری که دوست دارن خرج میکنن و نصف این مبلغ هم نصف بیشترش خرج حقوق خودشان میشه. یک خارجی گرگ زده ای که در کشورش کسی رو به $2000 حقوق ماهانه در توالت شویی هم کسی نمیگیره، یا به اصطلاح افغانا برای تشناب شستن هم کسی رو نمیگیره در آمریکا، او رو میفرستن آقا رئیس اینجا است در کابل حقوقش $20000 است ماهانه، مثل که از این جیب میگیرن به این جیب میندازن. یک برادر یک روز گفته بود که این به طالبا کمک میکنه. من اینجا این تصویرش رو اگر بتونم اینجا پیدا بکنم، این تصویر سازمان ملل چی میگه؟ کمک های نقدی این سازمان در اختیار طالبان قرار نمیگیرد. دفتر نمایندگی سازمان ملل یوناما در کابل اعلان کرده است که این سازمان در 1 سال گذشته بیش از $1 میلیارد کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان ارسال کرده است. یوناما امروز سه‌شنبه 12 میزان در توییت نوشته است که این پول نقد به یک بانک تجارتی سپرده شده و در اختیار طالبان و بانک مرکزی افغانستان قرار نمیگیرد. تشکر دوستان عزیز. اعتراف خودشون. بعد در اینجا نمایندگی سیاسی سازمان ملل در کابل در پاسخ کتبی به افغان اینترنشنال میگه جامعه جهانی کمک‌های نقدی بشردوستانه به مردم افغانستان را به طالبان یا بانک مرکزی تحویل نمیدن. دفتر سخنگوی یوناما گفت که این کمک‌ها توسط سازمان ملل متحد و شرکای آن در افغانستان توزیع می‌شود. همونطوری که گفتم بهتون، یک خارجی گرگ زده در اونجا $20000 ماهانه حقوق میگیره و امثال اون در دفترهایشون که کار میکنن نصف مبلغ نصف بیشترش به حقوق‌ها و ماشین‌ها و خرج و برچ اینها میره، باقیش هم به هر کسی که خواستن از مردم افغانستان میدن. امروز ما باید عادل باشیم، همه گناه رو به گردن یک شخص نندازیم، همه گناه رو به گردن یک گروه نندازیم. همین پول‌هایی که حق ملت افغانستان هست، پول تجار، پول ملی افغانستان است، چرا امروز در بانک‌های خارجی بلوکه کردن به افغانستان نمیدن؟ دزدی علنی آمریکا میگه نمیدم زور دکمرت نمیدم. محاصره اقتصادی هست، داد و ستد تجاری ممنوع است. شما امروز از خارج از افغانستان $100 نمیتوانید از طریق بانک به افغانستان بفرستید. سفت کد افغانستان بسته است، کردیت کارت کار نمیکنه و همه معاملات رسمی تجاری بسته است. امروز سفارت ها و کنسولگری هایی که در کشورهای مختلف هست اکثرش هنوز هم در دست حکومت گذشته است. کدام حکومت؟ او حکومت 100 پارچه شده، هر پارچهش 100 پارچه دیگه شده، مثل سگ و پشک به جان هم دیگه افتادن، اما هنوز از سفارت ها و کنسولگری ها در دست اونهاست. یعنی برادر ما کی باید منصف باشیم، نه اینکه همه گناه ها رو بندازیم. درست است در بعضی موارد در مسئله تعلیم زنها، در مسئله مکاتب دخترها انتقادات خودمون رو داریم، اما نباید که یک طرفه فکر بکنیم، همه گناه رو به گردن اینها بندازیم که سبب این بدبختی ها اینا هستن. خب این ملت ما در زمان این 20 سال حکومت جمهوریت
جوانهای ما در آبای یونان غرق می شدند، در مرزهای ترکیه در برفها در اونجا می مردن، در ایران چه بلایی سرشان می آمد. چرا در اون وقت می رفتن؟ پس مشکل حکومت طالبان یا حکومت جمهوری نیست. مشکل در افغانستان 30-40 سال جنگ، در بعضی از کشورها یک شب جنگ شده، یک شب کودتا شده. مثلا در ترکیه یک شب کودتا شد، $1 معادل تقریبا 1.5-2 لیره بود، الان $1 شده 35.5 لیره. یک شب کودتا مملکت رو چنان ضربه ای زد که تا امروز نتوانستند خودشان رو جمع بکنن. و این کشور 40 سال است که جنگ است در این کشور. ایران در این کشور جنگ میکنه، آمریکا در این کشور جنگ کرد، ناتو در این کشور جنگ کرد، روسیه در این کشور جنگ کرد، پاکستان، هر کشوری که استطاعتش در این کشور یک لگدی به این کشور زد. و خود ماها، من بارها گفتم در یک برنامه اینو بیان کردم، آیا روس‌ها خودشان به افغانستان آمدند یا ما افغان‌ها رفتیم آنها را آوردیم؟ ما آوردیم. حزب کمونیست، حزب دموکراتیک خلق، حفیظ‌الله امین، حزب پرچم، ببرک کارمل، نور محمد ترکی، عنایت راتبزاد، اینها مگر از مریخ آمده بودن؟ همین بچه‌های همین افغانستان بودن که افغانستان رو به روسیه فروختن. مگر مارشال فهیم و نمیدانم همین کسایی که عبدالله و قانونی و امینایی که رفتن در بن رفتن امضا کردن افغانستان رو به ناتو فروختن، راه رو برای آمدن اونا باز کردن. خب اینا هم از کدام سیاره دیگه نیامده بودن، همین افغانا بودن. همین حزب وحدت و احزاب شیعی که به ایران فروختن، امینایی که به افغانستان رو به پاکستان فروختن، نوکرای آیسای، نوکرای نمیدونم کاجیبی، نوکرای CIA، راه رو خود ما برای اونها باز کردیم، وطن ما رو خود ما خراب کردیم. امروز چرا گناه رو بندازیم به گردن این و آن؟ و بارها هم گفتم ما به امارت اسلامی، به حکومت افغانستان میگیم برادری، اخوت، عدالت، همبستگی اجتماعی، شایسته سالاری، دوری از تشدد، دوری از تکفکری، دوری از قبولاندن خواسته های فردی و شخصی خودتان به عموم ملت. اینها راز بقای یک حکومت است. ملت از شما راضی باشه، باور کنید هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه. نمونهش غزه، نمونهش سوریه. 2 میلیون در غزه در مقابل همه دنیا ایستادن، عرب و عجم و کافر و مسلمان بر علیه این هاست، اما 2 میلیون نفر در پشت چند هزار نفر مجاهد ایستادند. باور کنید کلیپ های کودکان خردسالشان رو میبینید، دختر بچه های 5 ساله 6 ساله رو میبینید که مانند یک مرد میگه حاضر هستم جانم فدا بشه، حاضر هستم که تیکه تیکه بشم، اما این سرزمینم رو ترک نکنم، چون ملت پشت سرشان از پیروز شدن. دولت از نیروی ملت شد پدید، وای بر آن دولت که ملت را ندید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت